برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. به نام خداوندی بخشاینده و بی‌نهایت مهربان. درود بر شما تماشاگران عزیز گرامی. در برنامه همیشگی دیدگاه قرار داریم و امروز در مهمانی ما رهبر پیمان ملی تاجیکستان، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان استاد محیدین کبیری حضور دارند. استاد را به برنامه خوش آمدید میگوییم و تماشاگران گرامی، ما در برنامه امروزه کوشش میکنیم که به چند از سوالهای شما از استاد محیدین کبیری پاسخ گرفته باشیم، چون که وقتهای طولانی ما با شما نبودیم و سوالهای زیادی هم جمع شدگی هست. ما کوشش کردیم چندین سوالها را به یک سوال گنجانیم و تا اینکه وقتی ما را بیشتر نگیرد، چندین سوالهایی که به هم مانند هستند، در یک مضمون هستند یا که جوابش همانی است که به دیگر سوالها هم میتواند جواب باشد، در یک سوال گنجاندگی هستیم. انشالله کوشش میکنیم که به سوالها جواب گیریم و شما نیز قانع باشید. حالا سوال اولین من به استاد محیدین کبیری این است که در تاجیکستان طول این سالهای استقلالیت و با وجود آمدن احزاب سیاسی در تاجیکستان، دو رهبر حزب باقی ماندند، عوض نشدند. رهبر حزب خلق دموکراسی تاجیکستان امامعلی رحمان و رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که بعد از فوت مؤسس حزب استاد مرحوم سید عبدالله نیروی در سال 2006 استاد محیدین کبیری به رهبریت حزب آمدند. بعد از سال 2006 تا به سال 2022 دیگر رهبر این حزب عوض نشد. حالا ما از استاد محیدین کبیری پرسیدنی هستیم که چرا چنین است؟ ما طرف مقابل را تنقید میکنیم که عوض نشونده است، چرا در حزب نیست، در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیست این حالت وجود دارد؟ سلامت باشید شاکر جان. منم در نوبت خود شما و بینندگانتون را خیر مقدم میگم، تشکر میگم برای این صحبت. و ببینید این سوال بار اول نیست که مطرح می شود، همیشه از من پرسیده می شود و این را بیشتر با آهنگ انتقاد مطرح میکنن که شما همچون اپوزیسیون از دراز مدت بودن حاکمیت تاجیکستان تنقید میکنید، ولی در نهضت اسلامی تاجیکستان هم از سال 2006 به بعد رهبر حزب عوض نشده است. حالا شما هم گفتید که در دیگر حزب هم عوض نشده است. نه، در تاجیکستان تقریبا همه حزب رهبرانش عوض شد یا شده ایستادن. خود امامعلی رحمان هم به جای دوستیف آمد. دوستیف رهبر حزب خلق تاجیکستان بود و همین حزب رو یک کلمه وظیفه او را مؤسس هم می‌نامند. مؤسس هم هست و باید واقعیت ها را گفت. حالا و کسی معقول است یا نیست، عبدالمجید دوستیف مؤسس و رهبر این حزب هست و بعد یک نام دموکراتی اضافه شد و امامعلی رحمان بعد از اون که همچون پرزیدنت رهبری حزب شد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم خیلی شما گفتید که بعد از رحلت استاد این تغییرات شد. اما یک نکته هست که خاصی همه حزب‌های سیاسی تاجیکستان هست. حالا من خودم رو اینجا استثنا نمیکنم، بعداً چند جمله خواهم گفت. در تاجیکستان تا امروز هیچ رهبری حزب داوطلبانه و با خواست خودش عوض نشده است. آوردن یا عوضش کردن یا مرگ او را از رهبری حزب جدا کرد. دوستیف هم با خواهش خود از رهبری حزب نرفت، به جایش امامعلی رحمان رو آوردن و حتی حزب رو از او گرفتن، گفتن که او مؤسس حزب نیست. شابدالوف هم از رهبری حزب به خواست خودش نرفت، یک تبادلات داخلی حزبی شد، او را هم از منصب گرفتند. رحمت الله ظاهروف هم همین. محمد روز اسکندر رو زندانی کردند، حزبش رو پراکنده کردند. حزب سوسیالیستی هم همین رهبرش کشته شد. بعد میرحسین نظیروف آمد، او را هم تبادلات
داخل حزبی عملی کردن و غفاروف بود بفکرم فامیلش یا عبدالغفاروف رهبر دیگر حزب اومد و حزب یگانه حزبی که در اون تبادلات صورت نگرفت و رهبرش عوض شد با تقدیر الهی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود که استاد نوری تا آخرین لحظه حیاتشون رهبر حزب بودن. اما یک چیز رو باید از روی انصاف تاکید کنیم. استاد مرحوم 1 سال قبل از وفاتشون مرا دعوت کرده بودن، هم در میونخن وقتی که توابت میگرفتن من خبرگیری اومدم استاد رو با میونخن در اینجا صحبت کردن، من راضی نشدم. دیگه بار در دوشنبه مسئله رو مطرح کردن، من این رو باری اول گفته ایستادم. البته بعضی از برادران در حزب میدونن که گفت که من دیگه مریض هستم و مسئولیت رو به دوش بگیریم. انجام که گفتم نه، تا روزی که شما هستید ما در خدمت هستیم. بعد از اون دیگر حزب هر کسی رو رهبر انتخاب کند، در ما نباید تعیینی یا میراثی باشد. این یک مسئله دیگر این که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شاید ما یگانه حزب باشیم که رهبر عمل کنندش خودش 2-3 مرتبه استعفا داده است. من در سال 2015 بعد از انتخابات پارلمانی در اولین شورای سیاسی حزب استعفا دادم. گفتم حزب ما به پارلمان راه نیافت، از روی فرهنگ سیاسی یک رهبر حزب باید استعفا بدهد. گفتن حالا ما در ماه مارس قرار داریم، ماه سپتامبر انجمن حزب هست، در همونجا شما استعفای خود رو اعلام کنید و از رهبری حزب میرید. الان 6 ماه دیگر مونده است، 5 ماه 6 ماه دیگر ضرورت ندارد. حالا بین ما انجمن داریم، نام حزب تغییر می شود، برنامه حزب تغییر می شود و منم موقتا از ماه مارس تا ماه سپتامبر گفتم خب پس مسئولیت خود رو ادامه میدیم که حکومت هم چون میدونست که ما این تغییرات رو خواهیم کرد در ماه سپتامبر، حزب یک جهش یک چرخشی تازه پیدا میکند. برای همین پافشاری کرد وزارت عدلیه که نه، در ماه تا ماه سپتامبر باید شما بسته شوید. نامه وزارت عدلیه را اگر شما بخونید تا 5 سپتامبر شما وقت دارید، باید حزب رو بسته اعلام کنید، وگرنه ما چاره‌های لازمی رو خودمون میاندیشیم، یعنی میبندیم. البته ما نمیدونیم که چاره‌های لازمیش همین تبادلات و بستن و زندانی کردن است. ولی ما در 20 سپتامبر تاریخ انجمن رو اعلام کردیم. بنابر همین به طور عمومی گفتن با آمیخته کردن همه حزب‌ها که چرا در حزب خلق دموکراتی این است و در نهضت این است، هر حزب تاریخ خود رو دارد، مرحله خود رو می‌رود. بعداً آمیخته نکنیم. شما خیلی خوب مقایسه کردید که حزب‌ها رو مقایسه کردید. چون که بعضی حتی حکومت رو با حزب آمیخته میکنن. میگن چرا مثلا پرزیدنت 30 سال شد عوض نمی‌شود، شما هم در جاتون ایستادید. یک حزب خودش قرار قبول میکند که رهبرش چقدر باشد، یا یک شرکت، یک نمیدونم رسانه. اما حکومت دولت فرق میکند، اون مال همه کشور و ملت است. بنابراین آمیخته در اینجا نشود بهتر است. همینجا مسئله تبادلات صحبت رفت. خودی همین شادی شبدالوف مؤسسی حزب کمونیست بود در دوران استقلالیت، از همون سرشوی دوران استقلال تا با آخر تا به همون حالتی که به تبادلات روبرو شد رئیس حزب بود. و من اینجا پرسیدم که وقتی که یک رهبر دور دراز رهبری میکند حتما در اونجا چه نوع رضایتی های شاید به میان بیاید؟ آیا در نهضت نیست این گونه کوشش ها وجود داشت؟ 100%. یعنی این نهضت هم از انسان ها عبارت است. فقط برای آنکه ما حزب اسلامی هستیم اون جنبه های انسانی بودن حزب ما از بین نمی رود. اونجا من در یک موضوعی هم گفتم که جو ملائکه نیستن، جو انسان عادی زندگی کرده ایستادن. رقابت های داخلی هست، مخالفت ها هست، ناراضی هست. حتی در زمان رهبری استاد نوری هم چندین نفر از حزب رفتند، از شخصیت های مطرح حزب. در زمان رهبری منم از حزب چندین نفر رفتند و هنوزم این مسئله هست. و اما وقتی که رهبر یک حزب میاد 2 مرتبه 3 مرتبه استعفا میدهد با دلیل های گوناگون و خود شورای تصمیم گیرنده حزب قرار قبول میکند که نه، در این مرحله باید منفیت حزب به خاطر پیشرفت باید که یک مدت دیگر باشه. من جنبه حالا تجربه‌ای رو کنار مانیم، از لحاظ فکری من خودم اعتقاد بر این دارم که
یک نفر در یک مقام سیاسی نباید طولانی باشد. هر کی هم نباشد انرژیش تمام می شود، فکر و اندیشه هایش تمام می شود و همیشه باید یک خونی تازه بیاید. و اولین نفری بودم که پیشنهاد کردم که در آیین‌نامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محدودیت جاری کرده شد و خودم رئیس حزب بودم. بله. در آیین‌نامه حزب ما تا امروز نیست این چیز. از زمان استاد نبود، حالا هم نیست. من گفتم در آیین‌نامه حزب وارد کنیم که یک نفر از 2 مراتبه بیشتر رئیس حزب انتخاب نشود و تحت یگان شرایط باید این معیار عوض نشود. برای مثال نه در حکومت نه در حزب‌های سیاسی. حالا برای آنکه امان رحمان یا پوتین یا هر دیکتاتور دیگر طولانی باقی بماند چندین افسانه می‌بافم. این مثلا اگر نباشد دنیا بر هم می‌خورد، ما ضعیف می‌شویم، دشمنان در کمی نشستن، این افسانه گفته میشه. یا برای حزب‌های سیاسی هم اگر این رهبر برود ما ضعیف می‌شویم، این تجربه دارد، این دپوتات بود، این فلان، اینا همش افسانه اند. یعنی در دنیا انسان عوض نشونده نیست. خوب یا بد یک نفر دیگر میاد کار ادامه میدهد. اما اگر بالفرض حالا من رفتم از رئیس حزب، یک نفر دیگر آمد، یک مدت مردم میسنجن میبینن که اون نفری بعدی آمده میتواند یا نه. اگر نه اون نفری که قبلا بود و استعفا رفت حق داشته باشد که بار دیگر بیاید. مثلا محمد مهاتیر در مالزیا تا 80 سالگیش سروزیر بود، استعفا رفت. 10 سال کسان دیگر سروزیر شدن. در 90 سالگیش بار دیگر برگشت. مردم مالزیا به خاطر همون حالا خاطرهای خوبشان از محمد مهاتیر او را در 90 سالگیش بار دیگر سروزیر انتخاب کردن. همگی 2 سال دیگر سروزیر ماند و باز استعفا رفت. بنابراین من نظرم در عموم در این مسائل چنین است. بله. حالا درباره حزب گپ زدیم. هر یک حزب سیاسی مقصد اساسیش به قدرت رسیدن است. یعنی شما هم میخواهید به قدرت برسید. این چیز پنهان نیست. یگان بار پنهان هم نکردید و چندین بار در مصاحبه هایتان گفتید واقعا ما قدرت میخواهیم. اما نفرانی که میخواهند به قدرت رسند من فکر میکنم که شاید 2 مقصد دارند. یکیشون این که منصب دوستار هستند، میخواهند توسط منصب منفعت‌های خود را به دست بیارند. شاید شما منصب دوستار نباشید، لیکن یک عده دیگرشون به این فکرند که گپ میزنند، مثلا گریم در سیاست سر و کار دارند، فکر میکنند که آنها میدونند که مردم چگونه پیش برود یا که مردم چگونه خوشبخت شود. شاید شما از دومینش باشید. کی میدوند؟ ببینید شوکت جان، هیچ انسانی رو من نمیشناسم، ندیدم که مقام، منصب، آبرو یا شرایط بهتر زندگی رو نخواهد. اگر هر کسی بگه که من مقام نمیخواهم، دوست نمیدارم منصب رو، آبرو رو، جایگاه رو، من میگم دروغگو است. یعنی شما هر دوش رو دارید. ببینید حالا مسئله فرق میکند. یعنی اما هستن انسان‌هایی که مقام و منصب و آبرو رو به قیمت ارزش‌ها نمیگیرن و نمیخواهن. یعنی وقتی میبینن که در اینجا در عوضی به مقام و منصب رسیدن، ارزش‌های اخلاقی، دین، قانون پامال میشود، عقب نشینی میکنن. ارزش‌ها رو، اخلاق رو، قانون رو، دین رو، فرهنگ رو بالاتر میگذارن. اما این به معنی نیست که مقام نمیخواهد، منصب نمیخواهد، آبرو نمیخواهد. او باید فراست و عقل و تمیز داشته باشد که در ترازو بماند که کدامش در اینجا مهمتر است. هستن انسان‌هایی که به خاطر مقام و منصب همه چیز رو پامال میکنن، قانون، دین، آیین، اخلاق، چون که در تاجیکستان هست و چون که دیکتاتورها میکنن. بنابر همین کسی میگه که من مقام و منصب و آبرو رو نمیخواهم، باز در حزب سیاسی باشد و سیاستمدار باشد، او یک دروغگوی بیش نیست. بله. و اتفاقا کسانی هم منصب خواهتر و آبرو خواهتر هستند که خیلی خود رو خاکسار نشان میدن. در ظاهر مردم میگن من از سیاست دور رفتم، من مقام نمیخوام، ولی در باطن اینها یا انسانای ناکام هستند که نمیتوانند به مقام و منصب برسانند، بعد خود رو خاکسار نشان میدن، یک دروغگوی بیش نیستند. اما وقتی که یک سیاستمدار میگه که من مقام میخواهم، من قدرت میخوام، این عیب نیست، بلکه وظیفش است
تو چگونه برنامه سیاست رو عملی میکنی وقتی که منصب نمیخواهی، مقام نمیخواهی، یک وسیله عملی کردنی چگونه بدون مقام یا منصب؟ ولی اون یک وسیله عملی برنامه‌ای کردن که برنامه پیاده سیاست هست. یعنی بله. قدرت، حاکمیت، منصب دولتی این وسیله هست برای تو، نه اینکه هدف باشد. اما مثلا وقتی که میاد اون سوال دوم شما که این آیا مثلا مردم چگونه خوب کسانی زندگی که کردنش رو- مقام میگیرن، منصب میگیرن، آیا فکر میکنن که بهتر میدونن که انسان ها چگونه خوشبخت شوند؟ بله. بله، بعضی انسان ها همین طرح هستند. مثلا ما در طول تاریخ کم نداریم از رهبرانی که خود را پیشوا، وجد یا اینکه رهبر ملت ها اعلان کردن، از فرعون شروع کرده تا دیکتاتورهای دیگر تا فرعون خودمان، به این باور هستند که مردم چقدر چند کیلو کارتوشکا بخورد یا چند کیلو سیب تو خریداری این خونت کند. میدونم. بله، اونا میدونن که مردم آیا خوشبخت میشه یا بدبخت، مردم چگونه لباس بپوشد خوشبخت میشود یا چند نفر مهمون دعوت کنن. چند نفر مهمان دعوت کنه، رنگ همین. لباسش چگونه باشد، ریشش چه خیل باشد. یعنی اینا یک نمودی مریضی هست که این دیگر با مقام و منصب چندان ربط ندارد. این طبیعتا بعضی انسان همینه. اما من اعتقادم این است که وظیفه یک رهبر، یک مسئول، یک منصبدار این نیست که او باید معین کند که کیها چگونه زندگی کنند یا اصلا او باور داشته باشد که خوشبختی و بدبختی مردم رو درست‌تر و بهتر میشناسد. وظیفه یک رهبر، یک منصبدار این پیش از همه تطبیق قانونی عمل کننده هست و قانون در خودش اول، یعنی خودش باید پیروی این قانون باشد، تطبیق کند که از دیگران طلب کرده بتواند. اما منصبداران ما در یک مقامی بین خدا و بین انسانیت قرار دارند، بالاتر از قانون. اگر زورشون میرسید و یگون شرایط دیگر میبود، من شکی ندارم که خودشون رو خدا هم اعلان میکردن. بله. ولی چون فضا اجازت نمیدهد یا کمی قدرت ندارن، اینا خودشون در یک مقام بین خدا و بین انسان قرار دادن. برای مثال این یک روندی خداسازی انسان است. در تاجیکستان ما میبینیم که واقعا یک روندی خداسازی انسان است. ما وقتی که پروردگار را نام میبریم، خدا پروردگار عظیم الشأن میگیم، بسیار اگر رعایت کنیم. بله. یا که خدای رحمان و رحیم، الله مهربان بزرگ میگیم. اما وقتی که امام رحمان را نامش را گرفتنی میشوند، چند تا مقام و منصبه که مثلا چند جمله رو باید تکرار کنن که در برابر خداوند و پیامبر دیگران نریزونده نموند. بله، اگر کسی با این رو نگفت از طبق قانون مجازات می شود. اینا اساسگذار فلان و رهبر فلان و پیشوای فلان اینها. یعنی این نه تنها خداسازی انسان است بلکه بالاتر از آن. همزمان با این خداسازی انسان ها احمق سازی بنده های خدا هم در جریان هست. یعنی این دو روند پهلوی هم می روند. از یک طرف یک انسان رو به درجه خدایی میبرن، از طرف دیگر انسان های بنده های خدا رو به درجه گوسفندی و معذرت میخوام و احمق کنانی هست. حالا این بحث این علاهده است البته. بنابر همین اونه که حالا شما گفتید که منصبدار خودش میداند که دیگران رو چگونه خوشبخت کند، نه، من به این باور نیستم. اینو شوکت جان ببینید، ما حتی که بالاخره عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با دایره‌های مذهبی هم خیلی نزدیکیم. این مشکلی تنها مشکلی دنیوی ها نیست، مشکلی منصبداران نیست. در دایره های دینی هم انسان ها، بعضی انسان ها، دامله ها خودشان به این باور هستند که اینها معین کننده آن هستند که کی دوزخ می رود کی بهشت. بله. کی سعادت دارین رو میتواند صاحب شود. یعنی در یک قسمت هم همین است. انسان ها به این باور رسیدن که بله، چون من علمم بیشتر است، من میدانم که این فلانی بهشت میرود، فلانی دوزخ. خودش رو با یک مجموعه علاقه در بهشت تصور کرده است و دیگران را در دوزخ. این مشکلی رو من مشکلی عمومی میدانم که این برمی آید از تفکری خودخواهی در سیاست، در دین، در جامعه. حالا ببینید، خودی ما شاید یک قشر بزرگ جامعه نگران از اون باشند که همین خواسته هایی که سیاستمداران و در نفرانی که میخواهند به قدرت رسند میخواهند خواسته های خود را بالای مردم تحمیل کنند، چی میشود؟ مثلا حالا امام علی رحمان با این خواسته های خودش را بالای مردم تحمیل کردن، یک
قسمی بزرگی جامعه رو مهاجر کرده است. آنهایی که نمیخواهند طبق خواسته های او زندگی کنند مهاجر شدن. حالا من از اون پریشانم که برگشتیم به تاجیکستان وقتی که تغییر قدرت شد، برگشتیم به تاجیکستان باز بعد از یک مدتی معین دیگر باز این فرض کردیم پیمان ملی تاجیکستان سر قدرت آمد. باز بعد از یک مدتی معین دیگر یک رحمان دیگر شد، باز ما مهاجر میشویم برگشته. این از خود شما وابسته است شوکت جان. بله. ما اجازه دادیم که امام علی رحمان یا که امام علی رحمان امروز امام علی رحمانی دیکتاتور شود و همین رو داریم. اگر شما هم در آینده اجازه بدید که کبیری یا هر کسی دیگر باز یک امام علی رحمانی دیگر شود، همون که خواهد شد. این دیگر ما و شما در یک جایگی باید اجازه ندیم که در تاجیکستان هیچ کس امام علی رحمانی دیوم نشود و از هیچ کسی دیگر وابسته نیست. این یک طرفی مسئله. طرف دیگر این است که همیشه از من میپرسند شما چگونه کفالت میدید که امام علی رحمانی دیوم نمیشه؟ شما چگونه کفالت میدهید که پیمان ملی مثل حزب خلق دموکراتی نمیشود؟ یا ما چندین سوال های دیگر. شما چگونه کفالت میدید که تاجیکستان رو افغانستان نمیکنید؟ برای مثال یعنی گفتنید که شما همین خیلی آرام بیستید، یعنی ما هم به سر قدرت آمدیم مثل امام علی رحمان حالا شما. وقتی که اون سوال ها مطرح میشوند من هر چقدر دلیلم بیارم اون طرف دیگر میگه که خب چگونه اثبات میکنی رو. یعنی این بحثی به آخر و طولانی هست. من نظرم این است که اینجا ما باید دو کار کنیم. یکم با اون آدمایی که دعوا میکنن. برای مثال ما میگیم که پیمان ملی تاجیکستان که سر قدرت آمد این کارها رو انجام میده در یک مدت معینی 3 سال. بله. با او این مهلت داده شود در مدت این 3 سال از او پیوسته گزارش گرفته شود، از من، از پیمان ملی، از شما، از هر کسی که مسئولیت دارد و در هر مرحله که مردم دید که نه این از همون برنامه از قبل اعلام کردهش بیرون رفته ایستاده است، قدرت و مکانیزم های برطرف کردن و عوض کردن رو داشته باشد. منتظر نشویم که مثلا چخیلی که به امام علی رحمان گفته شد که خب تو دوره پرزیدنتیش تمام شد باید عوض شد. گفتن که یک بچه دهقانی از ده آمده بود تازه اکنون دولتداری رو آموخت. حالا اجازه بدید که 5 سال دیگر 10 سال دیگر رهبری کند، چون در این 5-10 سال جنگ بود و اینم جوان بود و اینم حالا نمیدونست، اکنون نو یاد گرفت. خب با 7 سال دیگر با ما تمدید کردیم در کمیسیون اشتی ملی، گفتیم بحث ازبکستان ایناست. این در همین مدت استفاده کرد، همه قانون‌ها رو عوض کرد، شخصا رو عوض کرد، اطراف رو پاک کرد. دیگر هیچ کس قدرتی تطبیق کنستیتوسیا و قانون سازشنامه را در تاجیکستان ندارد. این فضا را باید در تاجیکستان بار دیگر تکرار نکرد. بله. بنابر همین نظر من این است که با آدم‌ها باید شانس داد و همزمان همیشه باید آگاه بود که در هر لحظه این آدم این نیرو میتواند فریب کند. بله. یعنی مکانیزم کنترلی باید در دست ملت باشد. حکومت گزارش دهنده باشد، مردم طلب کننده باشد. بله 100%. یعنی هر لحظه‌ای که دیدن که نه اون یک کمی کج رفته ایستاده است باید در همون مرحله اول باید عوض کنند. اون گیره و آب دیده و اون که به من اجازه بدید یک کمی دیگه فرصت داده کمی دیگه فرصت دادن، اینا همش باید که دیگر نه بگن این گیره و آب دیده رو در خانه در منزلت بازن و بچت کن. این سیاست است، دولتداری است، تقدیر ملت از تو وابسته است. بله. حالا در همین سالهایی که در خارج فعالیت مخالفین رفته ایستاده است، بیشتر یک چیز به مشاهده میرسد و هم بارها تماشاگران سوال میدهند و این نگرانی رو حق دارد که ملت مردم داشته باشد. چی نگرانی؟ نگرانی که مخالفین از اونی که از خود درک دادگی هستند در نفوذ شخصیت ها در نفوذ با شخصیت ها پیش نرفتند. مثلا گریم پیمان ملی تاجیکستان از سال 2018 وقتی که تأسیس یافت، نفران مشهور شخصیت ها این نوعی که به یکی از قنات های پیمان ملی تاجیکستان آمدن پیوستند دیگر رسانه‌ای نشد. برعکس این 2 نفر شخصی مشهوری پیمان ملی تاجیکستان از عضوی یکی از قنات‌های پیمان ملی تاجیکستان حکیم ربینپور استاد و استاد رفشانی تیموریان از جنبش آزاداندیشان رفتند و حالا ما شاهد آن نیستیم که مثل رفشانی تیموریان یا که حکیم ربینپور
به یکی از قانون‌های پیمان ملی تاجیکستان همین گونه شخصیت‌ها پیوسته باشند. چرا چنین است؟ یا اینکه به خاطر امنیت و دیگر سبب‌هایی که به همون معلوم است نمیخواهیم از شخصیت‌های خود حرف زنیم، یا اینکه ظاهراً چیزی که می‌بینیم همون است شرایط امروز؟ ببینید اینجا چند مسئله مطرح شد همزمان. اولش اینکه من اعتقاد به همین واژه‌های شخصانی با نفوذ، شخصانی مشهور ندارم. در تاجیکستان ما شخصی با نفوذ نداریم. این خوب است یا بد است نمیدونم، شاید خوب باشد شاید بد. و ما این در ذهن خودمون شخصیت‌ها رو با نفوذ می‌کنیم، آدمانی مشهور می‌کنیم. بعد یک نفر شاید یک نویسنده خوب است، آوازخوانی خوب است، نمیدونم ژورنالیست یا رژیسور یا بیزنسمن خوب است، اما معنی ندارد که شخصی با نفوذ است. او در حوزه خودش، در محیط خودش با نفوذ است. بسیار دوستانی که حالا شما نامبر کردید، من بعضیش میشناختم، بعضی دیگرش در همین عرفه تأسیس پیمان شنیدم و دونستم. یعنی بعداً ببینید با رفتن و آمدن افراد یک نیروی سیاسی نباید وابسته باشد. بله. این یک روندی هست که انسان‌ها میآیند و میروند و ما خودمون رو گاه گرفتار همین توهم‌ها میکنیم، ایلوزی‌ها میکنیم که اگر یک حرکت، یک نیروی سیاسی از افراد شناخته و وزندار در جامعه تشکیل یافته باشد، او پس موفق خواهد شد. همین فریب رو برادران و دوستان ما در حزب سوسیال دموکراتی خوردن، گفتن که این حزب یوریستا هست. همه حقوق شناس از خود رحمت الله ظاهرов و شاکر جان حکیم و دیگه که اینا میتونن هم از حقوق مردم و حزب دفاع کنن، از حقوق خودشون نتونستن. این دوستان حقوق شناسی ما که بهترین حقوق شناسان کشور هستند، یا اینکه گفتن حزب کمونیست یا حزب تکنوکرات است که تجربه زمان شوروی رو دارن که اینا همه چیز رو میفهمن، نازکی‌های دولت‌داری رو از خودشون نتونستن. شابدالوف نتونست از خودش دفاع کند. حزب زای سعیدوف همه تکنوکرات‌ها، همه سابق وزیرها، خودش چندی سال در وزارت‌ها کار کردن، نتونست. حالا پیمان ملی تاجیکستان هم اگر بیاد افرادی به اصطلاح تشریفاتی مشهور رو در اطراف خودمون جمع کنیم که بگیم که در حزب ما فلانیا هستند، در گروه ما فلانیا هستند، ولی نتیجه چی میشه؟ یک حرکت سیاسی، یک نیروی سیاسی باید یک برنامه روشن داشته باشد، به مردم تکیه کند، مردم رو متقاعد کند که به برنامه او رأی بدهند، از پس او بروند. و فردا اگر مردم یک مصیبت نمیشود، فردا مردم به خلاصه آمد که دیگه این حزب به درد نمیخورد، این افراد به درد نمیخورند، یک حزب دیگر سر قدرت میاد. ما الان با شما در استریا صحبت کرده شدیم. 3 سال پیش در همین کشور 2 تا حزب در سر قدرت بودند. بله. امروز همون حزب اصلا وجود ندارند دیگر. ائتلاف داشتن، اون ائتلاف پراکنده شد رفت و بعضی از همون افراد باز در قدرتند، بعضی دیگر آمدن و پیمان ملی هم یک ائتلاف است از احزاب و گروه‌ها و شخصیت‌های عبارت است. بعد 1 سال 2 سال ممکن اصلا پیمان ملی با کسی در کار نشود، با من و با شما هم در کار نباشد. همین شب روز و عموما در تاجیکستان با اصول دولتداری، اصول پرزیدنتی میرویم، یعنی همه گپ رو پرزیدنت حل میکند تا کاشانه حسن پرزیدنت آمده درش رو باز میکند و در تمام حیات مردم که 1 نفر شرکت میکند. حتی سروزیر داریم، رولی سروزیر را پرزیدنت بازی میکند، با جای همه وزیران پرزیدنت کار میکند، فرمان رو پرزیدنت میدهد. حتی جایی که یک وزیر رفته در اونجا شرکت کند، با جای او میرود امام علی رحمان شرکت میکند. این من میخواستم فکر شما رو بدونم که این به خاطر چی است که حتی عادی‌ترین وزیر و یک وزیری که نه اونقدر یک نهادی کلیدی است تا به همون اهمیت میدهد، به جای او رفته خودش کار میکند. مثلا بگیم آبادانی، هر کجا یک درخت شنوندن امام علی رحمان در همون است، میتواند که مثلا وزیر کشاورزی برود اونجا، یا که مثل همین خیلی مثال ها زیاد هستند. اگر پیمان ملی تاجیکستان به قدرت رسد، آیا همین اصول دولتداری همین خیلی پرزیدنتی باقی میماند یا یگان در همین
مسئله دیگرگونی به میون میاد. ببینید اون چیزی که شما گفتید بیشتر به طبیعت و فرهنگ و فراست رهبر ربط دارد. برای مثال امامعلی رحمان هم وقتی که حالا تاجیکستان کشوری پارلمانی بود، امامعلی رحمان رئیس شورای عالی تاجیکستان بود، پرزیدنت نه، که منصب پرزیدنت رو بعد از رحمان نبیوف بیکار کرده بودن و تاجیکستان کشوری پارلمانی شد. همون امامعلی رحمان بود، باز همون جنگ، همون طرز رهبری، پرزیدنت هم شد همون است. ما سه نمود شکل دولتداری داریم، اونایی که جمهوری هستن. بله. حالا ما منارخیا و مملکت ها رو کار ندارم. شکل پرزیدنتی پارلمانی و شکل پارلمانی. میتواند یک کشوری پرزیدنتی هم مثلا امریکا کشوری دموکراتی باشد. سیستم اداره امریکا پرزیدنتی است. فرانسه هم مثلا میتواند دموکراتی باشد. ما میتونیم شکلی پرزیدنتی پارلمانی رو داشته باشیم مثلا ترکیه یا مثل همین بعضی فرانسه هم پرزیدنتی پارلمانی هست، یعنی مثل امریکا پرزیدنتی 100% نیست باز. و میتوان یک شکلی مثلا پارلمانی پرزیدنتی رو مثل استرالیا در اینجا پرزیدنت هست. ببینید در آمریکا میبینن شرکتی توییتر میبیاد پرزیدنت رو محدود میکنن. پرزیدنت رو مسدود میکنند، توییترش رو، فیسبوکش رو مسدود میکنند. ببین من برای میگم که دموکراتیا امامعلی رحمان از ترامپ بزرگتر است. برای همین من میگم که دموکراتیا، حقوق بشر، قانون محور بودن به شکل دولتداری کمتر ربط دارد. میتواند پرزیدنتی باشد، نیم پرزیدنتی باشد، پارلمانی باشد، دولت یا دموکراتی باشد یا دیکتاتوری باشد. مثلا در معمر قذافی در لیبیا نه شکل پرزیدنتی بود نه پارلمانی، یک قبیلوی اداره میکرد، چه که امامعلی رحمان در تاجیکستان کرده ایستاد است. ببینید ما وقتی که من حالا این تحقیقات خودم هست، میتواند غلط باشد، شکل پرزیدنتی مطلق امکانیت دیکتاتور رو بیشتر میکند. بله. چون قدرت در دست یک نفر جمع میشود. ولی مثلا در امریکا قدرت در دست یک نفر است، پرزیدنت است، اما وقتی که اینستیتوت ها، نیازهای دیگری دولتی قوی هستند، مثل کنگره، مثل سودی عالی مستقل هستند، یک توازن قدرت با وجود میاد و حتی پرزیدنتی خیلی هم قوی قدرتی همه چیز رو در کنترل گرفتن ندارد. اما در یک کشوری که نهادهای دیگری دولتداری ضعیف هستند یا اصلا عمل نمیکنند، مثل تاجیکستان که ما مثلا حتی سروزیر رو نمیدونیم کی هست، رئیس سودی عالی از طرف پرزیدنت تعیین میشود، پارلمان ها اصلا صلاحیت ندارند. دادن قدرت به دست یک پرزیدنت همکاره خیلی خطرناک است. این علاقه معنی اون رو دارد که شما خودتون دولت رو به سمت دیکتاتور تله میکنید. اما اگر در آینده مثلا پیمان ملی به سر قدرت اومد، بگذار منصب پرزیدنتی باقی بماند، اما صلاحیت های پرزیدنت یک قسمش به سروزیر داده شود، به خصوص بلوک اقتصادی، یک قسمت دیگر به پارلمان داده شود، نیازهای دیگری دولتداری مثل سود، پارلمان اینها قوی کرده شوند، بگذار پرزیدنت باشد، چرا نه، چی بدی دارد؟ چون ما نمیتونیم در تاجیکستانی که در احاطه کشورهای پرزیدنتی قرار دارد، تمام سیستم کشورهای سابق شوروی و بغیر از ارمنستان و گرجستان که یک مقدار پارلمانی هستند ولی پرزیدنت دارند، ولی بیشتر خاراکتری نمینالی دارد. مقامات اجرایی حکومت در دست سروزیر است. در منطقه ها بله، اینا اکثرا مثلا در کشورهای سابق شوروی، در افغانستان، در چین، در ایران مردم انتخاب حالا هر مردم که انتخاب کنن، منظور من که پرزیدنتی هست. تاجیکستان اگر بیاد یک کشوری صرف پارلمانی شود، از این منظومه منطقه می افتد. ما باید قانون‌ها را دیگر کنیم، مناسبت‌ها را دیگر کنیم. بنابراین من اگر واقع بینانه رفتار کنیم، نظر من این است که باید که مقام پرزیدنت در آینده در تاجیکستان حفظ شود، اما بسیاری از صلاحیت‌هاش محدود شود و به سروزیر، به پارلمان، به سود عالی داده شود و دیگر نیازهای دولتی قدرت و توانمندی نظارت از بالای پرزیدنت را داشته باشند. همچنین که پرزیدنت باید که صلاحیت و وکالت‌های داشته باشد که بتواند مسئولیت در ناحیه‌ها رئیس مقامات اجرایی حکومت دولتی رو پرزیدنت انتخاب میکنه. همه چیز رو در تاجیکستان پرزیدنت همین چیها وکیلان محلی تنها تصدیق میکنن، تمام.
پرزیدنت توصیه میکند وکیلان محلی تصدیق میکنند تمام او رئیس است. این رئیس میدوند که او را کی انتخاب کرده است، کی تعیین کرده است. کی تعیین کرده است. برای یک نفر تعیین کرده دویم خدمت میکند و کوشش میکند که دویم از او همین نفری تعیین کرده است روزی باشد. اما نمیشود که همین رو انتخابی کرد و او بدوند که باید کیها را از خودش راضی کند. ببینید ما در برنامه پیمان ملی تاجیکستان خیلی روشن ساده فهموندیم، نوشتیم که از نگاه ما رئیسان جماعت ها، رئیسان ناحیه ها، شهرها، ولایت ها به واسطه نه با توصیه پرزیدنت بلکه در نتیجه یک انتخابات شفاف و دارای رقابت انتخاب شوند. مردم خودش انتخاب کند، بگذار یک آدمی به صلاحیت و تصادفی هم انتخاب شود، گاه می شود، اما مردم تجربه پیدا میکنند، دفعه بعدی این گونه افراد را انتخاب نمیکنند. همین کشورهایی که از لحاظ دموکراسی و انتخابات خیلی پیش رفتن در اروپا، در سراسر دنیا، شما فکر میکنید که از روز اول ملت ها مردم فرهنگ انتخاب کردن درست را یاد گرفته بودن؟ نه، اینا هم اشتباه کردن. همین آلمان گیتلر را سر قدرت آورد، در نتیجه یک انتخابات دموکراتیک گیتلر سر قدرت آمد سال 1933. ولی ملت آلمان بعد درس آموخت، فهمید که نه، دیگر نباید به افراد مثل گیتلر رای داد، اما این رو ملت خودش باید تجربه کند. ما هم نظرم این است که باید ملت تاجیک این شانس رو داشته باشد که خودش از رئیس جماعت، ناحیه، ولایت اینها رو مستقیم انتخاب کند و واقعا اون مسئول احساس کند که در نزد ملت جوابگار است، نه در نزد پرزیدنت. حالا بعضی از تحلیلگران که در همون تاجیکستان هستند در داخل فعالیت میبرند، با این تحلیلگران سیاسی البته به این نظرند که تاجیکستان از دولت قانون محور بودن دیده یک دولت محور باشد بهتر است. یعنی چی؟ نه اصلا ما ببینید به همین واژه های کلانی پردرده مثل دولت محور یا دولت مرد با اینا باور ندارم. اینا همش یک پوشش هستند برای انجام دادن بعضی نابکاری ها، بعضی افلاسی هایی که از طرف افراد و سیاستمداران میشه. برای مثال بعضی این بحث من میشنوم زیاد که میگن که من تفکری دولت مردی دارم، گسودارственное мышление. ما مثال دولت محور هستیم، منفعت های دولت در جای اول میستیم، اما در پس این واژه دولت و دولت محوری و دولت مردی اینا منفعت های شخصی خود رو پنهان میکنن. برای همین بود حالا بعضی ها میگن که تولستوی این جمله رو گفته است، یا بعضی دیگران میگن که فیلسوف بریتانی جانسون که میگفتن که پاتریوتیزم последний пристанище подонков، یعنی آخران پناهگاه نابکاران، پدانک همین شعار پاتریوتی است. پاتریوتیسم، ملت دوستی، وطن دوستی، دولت محوری، حرفای کلان. اما وقتی که این پرده ها میافتد میبینی که در پس همه این شعارها منفعت های شخصی است. یعنی همین تلاش ها، یعنی من فکر میکنم این رو گفتم میخواهند که از رعایت قانون دیده منفعت ملی و امنیت ملی و اینها بالا می ایستند و حکومتداران میتوانند به خاطر امنیت ملی، به خاطر استحکام دولتداری قانون را صرف نظر کنند، رعایت قانون را و پیاده کردن قانون را و بیشتر حتی میتونن ضد قانون کار کنند. اما قانون برای چی است؟ قانون برای استحکام مثلا دولتداری نیست، مگر برای پیش بردن دولتداری نیست. مگر اگر همه قانون امنیت ملی را تامین نکند، اگر همه قانون آزادی مردم را تامین نکند، اگر همه قانون خوشبختی مردم را تامین نکند، پس باید این قانون بازنگری شود. مگر نه از این دولت محوری دیده قانون را بازنگری کنیم خوبتر نیست؟ ببینید همون دولت محوری واقعی رعایت قانون است، قانون محوری است و انسان محوری است. چون اون باز تکرار میکنم، اونهایی که میگن که حالا امنیت دولت و ملت در خطر است، باید دولت تاجیکستان قوی باشد، برای مثال، یا دولت روسیه یا نمیدونم یک کشور دیگر، اینا خب میگم پس یعنی چی گفتن میخواهی؟ میگن که حالا چون امنیت و منفعت های دولت در خطر است، ما درباره قانون، درباره حقوق انسان، درباره دموکراسی، انتخابات باید صحبت نکنیم. بله. برای چی صحبت نکنیم؟ برای که امنیت دولت اینجا در خطر است. اما وقتی که میبینیم که در پس این شعار
امنیت شخصی اون حکومتداران در خطر است، نه اینکه امنیت دولت و ملت. برای اونو فهموندن خیلی دشوار است که امنیت دولت، منفیت دولت در آن هم قانون محوری هست، در حقوق انسان هست، در انسان محوری است. بالاخره همین دولت به خاطر انسان‌ها تأسیس شده است. دولت خودش زاده فکر انسان هست، نه اینکه انسان زاده فکر دولت باشد. یعنی من یک بار دیگر در یک صحبت مثال آوردم که انسان وقتی خیلی که ماشین رو اختراع کرد، لیفت رو اختراع کرد که از یکم تا دهم آشیانه بالا برد، دولت رو اختراع کرد. یک زمان قبیله بود، ساختی جمعیتی، بعد اومد تا به درجه دولت رسید. یعنی این محصول فکر، تجربه و اندیشه انسان است. اما انسان امروز خودش گروگانی اون استحصال دست خودش هست. بله. حالا دولت آمد اساس قرار گرفته است. انسانی که همین دولت را به وجود آورده است و باید به انسان خدمت کند، تبدیل شده است به غلام دولت. زیر پوشش نام دولت و منفعت‌های دولتی و امنیت ملی و اینها انسان رو خاک و تراب کردن، به نابودی بردن. کی؟ یک گروه آدمانی که در سر قدرتن و یک گروه دیگر رو زامبی کردن با همین کلمه‌های دولت محور و گسودارسنی مشلینی و دولت مردان. و من اینا رو همش یک دروغ و یک افسانه میدونم. هیچ کس نمیتواند دولت محور باشد در صورتی که قانون محور نیست. بله. و انسان محور نیست. بله. یعنی اونا همش یک شعارهای بیش نمیدونم. بنابراین من همیشه در بحث انسان محور بودن جامعه یا دولت محور بودن، من انسان محور بودن رو در اولویت میگذارم. امنیت محور یا قانون محور بودن رو من قانون محور بودن رو در اولویت میگذارم. تا اینکه قانون نباشد امنیت نیست، تا انسان آزاد نباشد دولت نیست. این یک فرموله هست که دولت‌های پیشرفته و ملت‌های پیشرفته این رو اثبات کردن. ما ملت‌های معذرت همین جمله رو بگم، ملت‌های عقب مانده دیکتاتوری زیر این شعاری یا پرچم دولت محوری و امنیت محوری و ثبات محوری در همین حالت بودیم، هستیم و باقی خواهیم. من گفتنی بودم که رعایت همون قانونی که امنیت دولتی رو تامین نمی‌کند، پس اون ناقص نیست مگر؟ یعنی ببینید میگن که به خاطر امنیت ملی فلان قانون شکسته شد، فلان قانون صرف نظر کرده شد. نه چرا با امنیتی ها با مقامات قدرتی وقتی سوال میدهیم در کوچه ها، من از کوچه قبضه گرفته رفته ایستادم، ابله بکرده گرفته رفته ایستادن، یا اینکه به خانه مردم زده در آمده رفته بازداشت کرده گرفته میروند. آخر این قانون شکنی است. این رو به خاطر چی کرده ایستاده؟ میگن به خاطر امنیت دولتی کرده ایستاده. به خاطر امنیت دولتی دخل ناپذیری منزل شخص نقض می شود، خودی یک شخص امنیتش برهم داده می شود. اما اینها همه در نتیجه قانون شکنی به میون می بیاید. یعنی آیا اینجا من چی گفتنی هستم؟ دخل ناپذیری شخص رو قانون کفالت داده است، سرقانون کفالت داده است، مگر اجرای همین امنیت نیست، تامین امنیت نیست؟ ببینید اگر ساده تر بگیم، من نمیخوام اینجا واژه ها و کلمه های صرف علمی رو استفاده کنم تا اینکه برای مردم فهم‌تر شود. وقتی که در یک کشور، در یک جامعه قانون برای همگان یکسان نیست، رعایت آن، اجرای آن، طلبات آن، این گونه حالت پیش میاد. ما در کشورهای عقب مانده مثل تاجیکستان قانون داریم، اما این قانون برای افرادی عادی هست، برای مردم هست. یعنی وقتی که بالای آنها تطبیق کردن لازم میشود، خود حکومت، مقامداران قانون رو نه اینکه 100%، 200% بالای مردم تطبیق میکنن. برای مثال اگر قانون طلب کنه که همین آدم، همین انسان مثلا چند نمود جزا رو پیش بینی کند، از جریمه تا حکم زندان یا تا مثلا 10 سال زندانی کردن، مقامات تاجیکستان میبینن که کی است اون محکوم شونده. اگر یک انسان عادی هست او رو همون حد اکثر رو جزا میدن. اما اگر ببینن که نه یک نفری پسری وزیر هست، از خانواده خودشون است، یا اما حد اقلی رو استفاده میکنن یا آزاد میکنن. اما این برای مردم. اما یک گروه دیگر هستن که اینا بالاتر از قانون هستن، از اون جمله خود پرزیدنت و خانواده و وزارت‌های قدرتی. اینا به خاطر منفعت‌های خودشون
آماده هستن که قانون رو پامال کنن، حقوق انسان رو پامال کنن، قانون رو رعایت نکنن و یک شعار دارن اینجا منفیت‌های دولت بله زیر خطر است. ما به خاطر منفیت دولت آماده هستیم که همه کار انجام دهیم. همین فریب بزرگ و همین شعار دروغین کشور ما رو امروز گرفتار این وضعیت کرده است. حالا ما این بحث رو میتونیم طولانی دوام دهیم بله درست. و یک بحثی به آخر است. یگانه راه در چی است؟ این بحث‌های فلسفی ما رو به کجای نمیبرد مگر اینکه بیایم دیگر با یک دست قوی وضعیت رو تغییر کنیم و اثبات کنیم که در تاجیکستان هم میتواند وضعیت دیگر شود. بله این رو در عمل باید اثبات کرد. بله وگرنه با این بحث‌ها و با این فکرانی‌های ما میتونیم 10 سال دیگر هم باز فکرانی کنیم. بسیار خوب. همینجا بحث رو درباره تاجیکستان بس میکنیم، فراتر است، بیرونتر از تاجیکستان میرویم. درباره اوکراین، جنگ در اوکراین. وقتی که روسیه سنه 24 فوریه به اوکراین داخل شد، زده در اومد با راه مسلحانه، پیمان ملی تاجیکستان از جمله خودتان و عموما فعالان پیمان ملی تاجیکستان مخالفین جانبداری از اوکراین کردند. این جانبداری از جانب مردم در شبکه‌های اجتماعی یک کمتر دیگر خیلتر قبول کرده شد. گفتن که شما در اروپا هستید، جانتان خلاص است مثلا، یا اینکه به خاطر رضایت اروپا که جانبداری اوکراین است، از شما از اوکراین جانبداری میکنید، مگر نمیاندیشید که در روسیه 3 میلیون مهاجر است. حالا شما مردمی میبودید اگر به خاطر مردمتون، به خاطر مهاجران اقلا خاموش رو رعایت میکردید. چرا شما از اوکراین جانبداری کردید؟ مگر درست است که به خاطر سیاست اروپا و به خاطر در اروپا بودن، به خاطر امنیت خود جانبداری از اوکراین شد؟ ببینید اینجا چند تا مسئله مطرح شد. اولش اینکه حالا کدام بزرگواری گفته بود یادم نیست، میگه که اگر در مبارزه بین حق و باطل در جانب حق نیستی، پشتیبانی از باطل میکنید، یا فرق نداره تو در مسجد نشسته یا در میخانه. حالا هر جامعه میپوش در مسجد برا در منبر پیامبر اکرم صحبت کن، اما چون در جنگ مبارزه حق و باطل با حق نیستی، دیگر برا هر کاری میکنه، فرق نداره مسجد میداره یا میخانه. خب وقتی یک چیز روشن است در بحث اوکراین و روسیه امروز، از لحاظ انسانی میگم که یک کشور به یک کشور دیگر هجوم کرده است. حالا ما تاجیک‌ها خودمون رو در جای اوکراین ها مونیم. بله. و با کشور من امروز با تاجیکستان یک دولت هجوم میکند. حالا شعاری زیبا دارد اون دولت. میگه که من شما تاجیک‌ها رو آزاد میکنم. و چرا با کشور من هجوم کردی؟ میگه که من میخوام شما رو خوشبخت کنم، از این حکومت فاشیستی آزاد کنم، از این نمیدونم شعارهای زیبا. چقدر که شوروی افغانستان هجوم کرد، پرزیدنت افغانستان حفیظالله امین رو کشت و گفت که من میخوام مردم شوروی رو آزاد کنم. 40 چند سال است که آزاد میکنند. بله. امریکا هم به افغانستان هجوم کرد، گفت برای چی؟ گفت من میخوام شما رو از طالبان آزاد کنم. امریکا به عراق هجوم کرد، گفت که من میخوام شما رو سلاح هسته‌ای صدام حسین رو نابود کنم، یا به یک کشور دیگر. شما خودتون رو در جای شهروند اون کشور تصور کنید. حالا فرق ندارد حکومتش خوب است، بد است، فاشیست است، نمیدونم ناسیونالیست است، ولی با کشور من یک کشور خارجی با ارتش وارد شده است. من هر کسی باشم از وطنم دفاع میکنم. بله. این بحث روشن است دیگر. چرا در چنین بحث من بیام در طرف غاصب یا در طرف هجوم کننده قرار بگیرم، نه در طرف اونی که مظلوم است و از وطنش دفاع میکند؟ این یک طرفی مسئله. این مسئله شخصی است و همچون شخص من 100% با اوکراین هستم، میمونم. و من این نظرم رو اتفاقا وقتی که با پریماکوف سابق سروزیر روسیه در مسکو سال 2012 یا 13 یادم نیست ملاقات کردم، اون دقیقاً میدان اوکراین بود، اولین میدانی که حالا پاراشنکو وقت بعد سر قدرت آمد. من با پریماکوف گفتم که در این بحثی که بین در اوکراین است، من با طرف مردم اوکراین هستم. یعنی موقع من موقع نو و پنهانم نیست. اما بحثی منفیت‌های ما و منفیت‌های مهاجرین ما در روسیه، اگر من در فکر مهاجرین در روسیه نمی بودم، اگر من غم اون مهاجرین چند میلیون تاجیک رو نمیخوردم،
موقعی سخت‌تر و آشکارتر میگرفتم در اینجا. وقتی که من موقع شخصی خودم رو بیان میکنم باز همزمان میگم که پیمان ملی تاجیکستان در این بحث یگان بیانیه رسمی نداده است که طرف روسیه ناراحت شود و بالای مهاجرین ما فشار بیارد. اگر اون بحث مهاجران نمی بود شما اصلا شک نکنید که ما موقعی یکمتر آشکارتر دیگر میگرفتیم. اما همچون سیاستمدار، همچون یک نفری که میدونم که از موقع سیاسی من شاید که وضعیتی هموطنان من بدتر شود، من خیلی با احتیاط رفتار میکنم و حتی بعضی بچهای جوانان تاجیکی میخواستن بیرون در اوکراین بجنگن. این رو هم دیگر خودتون میدونید بله. که از خیلی از مهاجرین تاجیک ما گفتیم نه پیمان ملی، نه نهضت، ما نباید اجازت بدیم که طرفداران ما برند وارد این بحث و جنگ و جنجال شن، برای اینکه از این کار تاجیکستان وطن ما و مهاجرین ما ضرر میکنن. بنابر همین این موقعهای ما نه به خاطر منفعت شخصی همون هست که ما در اروپا قرار داریم. باز تکرار میکنم، من این نظر رو در روسیه گفتم، در مسکو با بالاترین مقام روسیه که من میشناختم با او صحبت کردم، این نظرم رو گفتم. خب چگونه که من در اروپا بودم امروز فکر شخصی خودم رو میکردم و نه اصلا در اروپا شما میدونید آزادی است که شما طرفداران پوتین هم در اینجا در امنیت زندگی کرده گشتن، در همبورگ در تظاهرات برگزار میکنن، با ماشین ها پرچم های روسیه رو، پورتریت های پوتین رو میبردارن. در اینجا هیچ کس با کسی کار ندارد، امنیت هیچ کس زیر سوال نمیرد. این تفکر تاجیکانه خودم رو من متاسفانه تاجیکانه میگن، این یک تاجیک چون خودش در دوشنبه نشسته است از ترسش حرفی رو میگه که دلش نمیخواهد، فکر میکند کسانی که در اروپا نشستن اگر موقع طرفداری اوکراین را کرد این حتما یا از ترس میگوید یا اینکه یگان منفعت دارد. نه این طور نیست. همینجا من میخوام یک چیز رو که خودم شاهد بودم گفته گذارم. ده ها هموطنان تاجیکان رو خودم میشناسم که میخواستند فرزندان خود رو به اروپا مونده گشته رفته از طرف اوکراین بر ضد روسیه بجنگند. اما از روسیه باشد چی؟ روسیه که نظامیانش رو با راه سربازی میبیاره. ده ها نفر تاجیکان خودمان رو میشناسم که حالا به خاطر آن که به سربازی نگیرد روسیه اونها را شهروندی روسیه گرفتگی هستند، در کیم کدام دچه ها رفته جمع شده پنهان شده نشستند. این خیلی فرق میکند. حالا همینجا من یک چیز رو از شما پرسیدنی هستم، فکر شما چی باشد؟ ببینید حالا در مناسبت روسیه با مولدووا چگونه شده است؟ به خاطر اون که به ناتو میپیونده. در روسیه گفتیم که ده ها نفر به خاطر اون که به سربازی نگیرند، به خاطر شهروندی روسیه بودنشون پنهان شده شدند. در اوکراین باشد همونهایی که در اوکراین زیستند، اوکراین وطنشون نیست، فقط یک مدت زیستند، دیدن که در اونجا چگونه سیاست پیاده است، چگونه با مردم مناسبت میکند، قانون چگونه مناسبت میکند، دولتدار منصبدار چگونه مناسبت میکند، میخواهد فرزندانش رو بیارد در یک جای امن ماند گشته رود از طرف اوکراین بجنگد. این خیلی فرق میکند. حالا همین سیاست های روسیه خودش علاقه کشورها رو، مردم رو از خودش تیله داده ایستاده است و چند مدت 5 سالی که من در اوکراین بودم مثل یک کشور خود، مثل یک وطن خود به اونجا مهر میبندی. نه فقط تنها من، دلخواه از نفرانی که در اوکراین زیستن میتوانید بپرسید. حالا همین فضا رو چگونه میتوان به میان بیاورد که مثلا در کشور ما تاجیکستان همین فضای اوکراین رو، یک فضای دموکراتی، یک فضایی که حتی بیگانگان میخواهند با شما باشند، نه اینکه از شما گریزند. چگونه همین فضا میتوان به میان آورد؟ اوکراین همین رو چگونه توانسته است؟ ببینید فطرت بشر همین گونه خلق شده است، پروردگار همین خلق کرده است که آزادی را میخواهد. مثلا آزادی خواهی و آزاد دانه زیستن با کرامت شرافت زیستن به دین کمتر ربط دارد. این خاصی همه انسان ها است. مسلمان هم میخواد آزاد باشد، با شرافت زندگی کند، مسیحی هم، دیندار هم، بیدین هم. یک زمان بود که حالا همین بخارای ما، سمرقند ما، خوجند ما و بغداد ما، حالا وسیع‌تر بروم، دمشق ما، اصفهان و شیراز و
کابل و شهرهای دیگری ما جهان اسلام دقیقاً تبدیل به اروپای امروزه بود. اگر من تشبیه کنم بله تمام کسی که میتوانست اصلا خبر داشت در اون زمانهای عصرهای گذشته، ممکن کسانی که در چین و در آمریکای لاتینی زندگی میکردن نمیدونستن که دمشق و بغداد و بخارا و سمرقندی هست، اما اونایی که در اروپا زندگی میکردن، در اسپانیا، در ایتالیا، در یونان، در آلمان، اینا وقتی که زیر شکنجه بودن، زیر ظلم کلیسا و انکویزیسیا و حاکمان ظالم بودن، اینها فرار میکردن به شرق اسلامی، به وطن ما و شما، به استانبول، به بغداد، دمشق، به بخارا، به یهودیا برای چی در آسیای مرکزی پیدا شدن، در شرق از ظلم ریمی ها و اروپایی ها رفتن یا دیگر مردم. و چرا؟ برای اینکه در اونجا آزادی بود، در اونجا کرامت انسانی بود. من نمیگم ایدئالی بود، اما در مقایسه با اینا بهتر بود. یعنی حالا اگر کتاب‌های تاریخ خودمون رو بخونیم، بخصوص از نگاه بلشویکا، تاریخ شرق، تاریخ ما تاجیکان همش پر از ظلمات و شکنجه و خرافات بود است. نه، انسان به جای خرافات فرار نمیکنه، به جای ظلم و شکنجه. بله ایدئالی نبود ولی خیلی خوبه. اما امروز بشریت به سمت اروپا هجرت کرده ایستاده است. مسلمان، مسیحی، دیندار، بیدین. برای چی؟ برای اینکه در اینجا کرامت و شرافت انسانی است. بحث اوکراین هم، بحث مقایسه با روسیه و با تاجیکستان هم همین است. یک تاجیک، یک مهاجر در اوکراین خودش رو آزادتر حس می‌کرد. و وقتی که حتی من اروپا اومدم آزادتر از اروپا. بله شاید همین است دیگر، یعنی این جای بحث نیست. ببینید شما اوکراین رو دوست نمی‌داشتید، شما آزادی خودتون رو دوست می‌داشتید. بله. شما خودتون رو دوست می‌داشتید. بله. یعنی برای همین اون شعارهایی که در گدا باشو در خاک وطن باش، نه، والا برعکس این هم هست. وطن اونجاست که آزارش نباشد، کسی را بر کسی کارش نباشد. یعنی انسان وقتی که یک زمین رو دوست می‌دارد، یک کشور رو دوست می‌دارد، خودش رو دوست می‌دارد، آزادی خودش رو دوست می‌دارد. شما اوکراین رو برای هم دوست داشتید. من خودم در روسیه زندگی کردم، تحصیل کردم و ملت و فرهنگ روس رو میشناسم، دوست می‌دارم. اما چون در اونجا آزاد نبودم، آزاد به معنای شخصی هم نه، می‌دیدم که تاجیک در اینجا تحقیر می‌شود، واقعا تحقیر می‌شود. من همون روزی که دیپلم رو گرفتم از اکادمی دیپلماتی مسکو، هفته دیگرش من به قزاقستان سفر کردم. رفتم در چیمکент قزاقستان زندگی کردم. برای چی؟ برای که فضا در قزاقستان در مقایسه با روسیه آزادتر بود و من تاجیک خودم رو در اونجا آزادتر حس می‌کردم. و بعد کمیسیون اشتی ملی که دعوت کردن رفتم به تاجیکستان. یعنی منظورم چی است؟ وقتی که شما بحثی آزادی و دوست داشتن یک وطن و در این گونه حالت‌ها انتخاب کردن اوکراین و روسیه و مثلا شما سوال دادید که تاجیکستان رو چگونه کنیم که مثل که مردم اوکراین رو دوست می‌دارن، تاجیکستان رو هم دوست می‌دارن. ما تاجیکستانی رو باید بسازیم که انسان در اون خود رو آزاد و صاحب کرامت حس کند. نه اینکه در قانون، در شعارها، در زندگی هر روزش وقتی که از خانه‌اش بیرون می‌براید، در خیابان، در مکتب، در ایستگاه، در اداره پلیس، در اداره حکومت، در همه جا خودش رو انسان حس کند. نه تنها شما این وطن رو دوست می‌دارید، تمام دنیا این وطن رو دوست می‌دارد. بله. و وقتی میگیم تاجیکستان خانه امید تمام تاجیکان یا فارس زبانان دنیا باشد، این یک شعار خالی نیست. این میتواند این گونه باشد، به شرطی که تاجیکستان یک جای باشه که در اونجا انسان‌ها زندگی خوب داشته باشند. مردم هم به اون سمت میرند. حالا میدونید تاجیکستان خانه امید کیا است و کدام بخشی از فارس زبان هاست؟ خیلی از فارس زبان ها رو من میشناسم که تاجیکستان رو دوست می‌دارن، سفر میکنن. اونایی که در کشورهای خودشون نوشیدن نمیتوانند، عیاشی کردن نمیتوانند، مثلا کارهایی که در کشورهای خودشون ممنوع است، این چیز رو در تاجیکستان پیدا میکنن، به همین خاطر میآیند. و تاجیکستان خانه امید و جای دوست داشته چینایی‌ها هم هست اتفاقا. فقط فارس زبان نه، شما ده ها سایت پورنوگرافی خطایی هست که در اونجا دخترها و زنهای تاجیک رو رکلام میکنن، ارزان ترین، زیباترین، دسترسترین. تاجیکستان جای خوشگذرانی و جلب این گونه افراد هست، چه فارس و چه تاجیک و چه ترک و چه چینایی.
اما ما باید تاجیکستان رو به یک دولت تبدیل بدیم که جایی خانه امید آزاد اندیشان باشد، انسان‌های سالم باشد، نه اون کسانی که فقط برای عیاشی میآیند و خوشگذرانی، بلکه تاجیکستان جایی باشد که هر یک مظلوم در هر کجای مورد شکنجه و اذیت قرار گرفت بداند یک کشور آزاد هست مثل تاجیکستان برای در اونجا زندگی کند. چه که ما و شما وقتی که در همه جای دنیا برای ما تنگ میشد، حتی کشورهای اسلامی هم راه نداد، اوکراین آمدید. بله. خب من بیشتر اروپا آمدم، شما در اوکراین نبودید، بعد با اروپا آمدید. اگر جنگ در اوکراین نمی بود به هیچ وجه شما اروپا نمی اومدید. من صحبت میکردیم با شما. بله درست است. بنابراین همین یعنی این فطرت بشری است. ان شاء الله من امید دارم که میرسه زمانی که تاجیکستان هم همین گونه خانه امید برای دیگران مثل که اوکراین شده بود تبدیل شود. بسیار خوب. یادتون باشد تقریبا چند روز پیش گلبدین حکمتیار رئیس یکی از حزب اسلامی افغانستان، یکی از سابقه داران سیاست در افغانستان، گفت که تاجیکستان به مخالفان افغانستان پناه میدهد، از آنها جانبداری میکنه، با آنها کمک مالی سلاحی میکنه و این اعلان جنگ با افغانستان است و افغانستان میتواند، یعنی طالبان میتوانند یک جواب داشته باشند. آیا تاجیکستان فراموش کردم که با او اشاره کرد که تاجیکستان یک کشور کوچک، ناتوان، ضعیف، شکننده است و طالبان افغانستان را منطقه زیر نفوذ خود میدانند. به همه این فکر شما چی است؟ آیا واقعا درست است؟ ببینید من به همه همچنین رهبر یک حزب سیاسی تشکیلات سیاسی تاجیکستان میگم که به همه حزب و حرکت‌های نه تنها افغانستان، کشورهای دیگر هم ما احترام قائل هستیم و اونها رو احترام میکنیم تا اون وقتی که اونها ملت ما، کشور ما و منفعت‌های ملت ما رو هم احترام خواهند کرد. این ربط ندارد حالا به نفرانی که شما نام گرفتید. من نظری جناب آقای گلبدین حکمتیار رو خواندم، از رسانه‌ها دیدم و چرا میخوام در این رابطه بگم. ما تاجیکان نباید بازیچه دست دیگران باشیم و اجازت بدهیم که قضیه ما، مصیبتی که امروز ملت تاجیک دارد و واقعا یک مصیبت است که هر کسی بخواهد از آن سوء استفاده میبرد و این را همچنین ورق فشار برای رسیدن به هدفهای خودش استفاده میکند. برای مثال همه میدونن که تاجیکستان واقعا یک کشوری فسادزاده دارای یک نظام دیکتاتوری هست، ملت پریشان، پراکنده، مخالفین سرکوب، یک خانواده همه چیز را در قبضه خود گرفته است و این ضعف ملت ما هست، کشور ما هست. از لحاظ اقتصادی ما ضعیف، وابسته. همه میخواهد بالای این سیاست بازی کند. بله. و هر کسی بخواهد برای مثال تاجیکستان را بترساند، مثلا نیروهای افغانستان، ما مردم تاجیک، مردم مظلوم و ضعیف تاجیک همون وقت به یادشان میرسد که بخواهند بالای حکومت رحمان و فشار بیارن. متوجه شده؟ بله. یعنی همون برادران و همون کسانی دلسوزان تاجیکان، ما تاجیکان بخصوص مردم مسلمان مظلوم تاجیک در افغانستان در زمان استاد برهانی ربانی و احمد شاه مسعود در سر قدرت بودن، خود همین دیگر دوستان هم با حزبای قویشون در سر قدرت بودن. الان هم طالبان سر قدرت آمدن، باز حزب و حرکت‌های هستند که قدرت و امکانیت دارند و هر کدام اینا میتوانستند به مردم مظلوم تاجیک در زمان خودش پناهگاه بدهند. این نکته رو من بگم که در هجرت اول باید اعتراف کرد و قدردان بود که تمام حزب و حرکت‌های افغانستان، هم استاد ربانی، هم شهید احمد شاه مسعود، گلبدین حکمتیار، استاد سیاف، حتی دوستم و دیگر حزب و حرکت‌های مثلا هزاره‌های افغانستان با مهاجرین تاجیک خیلی رابطه خوب داشتن. حتی طالبان هم که بعداً به سر قدرت آمدن در دوره اول با تاجیکان، با مهاجرین خیلی رابطه خوب داشتن و من حالا با استفاده از این فرصت به همشون تشکر میگم. اما در مرحله بعدی همین را پرسیدنی بودم که استاد
مگر جنوبی تاجیکستان هم همین دعوا رو کرده نمیتوند که تو صلح‌های جنگ شهروندی و مخالفین ما پناه دادی؟ با امروز میگویی با نه، اون زمان با مخالفین پناه ندادن. مخالفین تاجیک هجرت کردن، مجبور بودن، مرز رو دیگر کشته میشدن همشون. مردم تاجیک ده ها هزار فرار کردن و خوب هم بود که در اون زمان استاد ربانی و احمد شاه مسعود دیگر رهبران حزب حرکت افغانستان با آغوش باز ملت ما را پیشواز گرفت و 5 سال یا بیشتر از اون کمک کردند. اما ببینید که در مرحله بعدی، بعد وقتی که منفیت‌های حکومت خودشون، حزب حرکتشون تقاضا کرد، چه فشارهای بالای نهضت، بالای ما تاجیکان آوردن که دیگر حتی همین امضای سازشنامه صلح هم یک مقدارش تحت فشاری حزب و حرکت‌های در افغانستان بود. اما برگردیم به همین موضوع روز. یعنی حالا وقتی که یعنی منفیت‌ها تقاضا میکند، بعد میآیند میگن که اگر برای مثال وقتی حکومت تاجیکستان از جبهه مقاومت افغانستان و رهبران آن مهمانداری میکند، امروز میزبانی میکند و آنها را پناهگاه داده است. من شنیدم که حتی پایگاه نظامی هم در فرودگاه فرخار را دادند و اینها، و بعد میان کمک یا پشتیبانی یا پناهگاه دادن به مخالفین تاجیک را، مردم مظلوم تاجیک را، همچون یک فشار بالای حکومت تاجیکستان استفاده بردن میخوان. حالا که مسئله انسانی است، مسئله اسلامی هست. اگر واقعا هم میخوان حکومت امروزه افغانستان به مردم مظلوم تاجیک کمک کند، این را گاه به خاطر نیارن که وقتی که میخوان با امام علی رحمان تفسیر حساب کنن یا حساب خود را برابر کنن، بعد ما بایدشون برسیم. نه، وظیفه مسئولیت انسانی و اسلامی خود را انجام بدین، به مردم مظلوم و مهاجر تاجیک پناهگاه بدین، همونطور که اروپای مسیحی ما پناهگاه داده است. ببینید من این جمله را بگم، اروپا وقتی که به ما، نه تنها به ما تاجیکان، به همه انسان‌های دیگر، مسلمان‌ها، به خود افغان‌ها، ایرانی‌ها، به دیگران پناهگاه میدن، این را همچون شرط و یک ورقه فشار بالای حکومت‌های دیگر استفاده نمیبرد. اما مصیبت ما در کشورهای اسلامی این است که حتی همونهایی که دعوای اسلامیت و برادری اسلامی میکنن، ما وقت به یادشان میرسیم که این رو میخوان همچون یک فشار بالای دیگران استفاده برن. شما یعنی با جبهه مقاومت پناهگاه دادید در دوشنبه، ما هم با اپوزیسیون شما میتوانیم پناهگاه بدیم، نه اینکه میدهیم. میتوانیم بدهیم، حالا دادنی هم نیستن. ما تاجیکان از آن جمله در اپوزیسیون تاجیکان باید دیگه فریب این گونه شعارها رو نخوریم. یعنی ما حالا کسی در افغانستان یا جای دیگر صدا بلند کرد بگیم که ماشاءالله فلانی اونقدر غیرت اسلامیش بلند هست که ما به یادش رسیدیم. نه، ما به یادش میرسیم وقتی که خودش میخواهد با امام رحمان مسئلهش رو حل کند. اون که حل شد، باز اون مهمانی امام رحمان میشود، امام رحمان مهمانی او میشود، داد و گرفت تجارتی میکنیم. باز ما رو میگن شما صبر کنید، بله شما حالا ما مشکلی زیاد داریم، شما حالا صبر کنید. ما باید دیگه در فکر خودمون باشیم، در جستجوی پناهگاه در افغانستان و جای دیگر نباشیم، در جستجوی پناهگاه در داخل کشور خودمون، اون پایگاهی را که میخوایم با وجود بیاریم در داخل کشور باید با وجود آوریم. درست است. یک افسر مستعفی تاجیک که در سابق در مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان کار کرده بود، من سوالش دادم، گفت که حکومت تاجیکستان، حالا این مصاحبه روزهای نزدیک در سایت پیام نشر می شود، گفت که حکومت تاجیکستان و او حکومت گلبدین حکمتیار نامعقول کرده است. تاجیکستان نه به پنجشیر کمک میکند، نه این خواهش رو دارد، نه سلاح، یگان چیز کمک نمیکند، نه کرده است، هم نمیکند هم، و این نیت رو هم داشته نمیتواند. و اگر تاجیکستان خواهشمند خوبی کردن به مردمی پنجشیر، به تاجیکستان افغانستان می بود، وقتی که آنها به سرحد آمدن، اقلا سرحد را باز میکرد، آنها میگذشتند، به آنها پناهگاه میداد. اقلا آنهای مادران با کودک خردسال به سرحد آمدند، راه نداد، چندین ماه در آنجا ماندند، گشته رفتند. اگر این خواهش رو میداد، اقلا همین چیزهای عادی رو اجرا میکرد. که خواهش رو ندارد، گلبدین حکمتیار یک کمتر نادرست فکر میکند
درباره تاجیکستان بسیار به خود بلند برده است. ببینید من قسما راضیم به این تحلیل، به این فکر، اما نه ما، نه جبهه مقاومت، نه هیچ گروه دیگری که میخواهد برای آزادی و کرامتش مبارزه برد باید فریبی نه امام علی رحمان رو بخوریم نه کشورهای دیگر را. و واقعا اشتباهی که از لحاظ استراتژی اشتباهی که برادران و دوستان ما در جبهه مقاومت افغانستان میکنن همین است که باز هم در این روزهای تقدیرساز ملتشان تکیه به یک نفره میکنن در تاجیکستان، به امام علی رحمان، که به ملت خودش رحم ندارد. اگر امام علی رحمان تاجیک را دوست می‌داشت، یعنی شعاری که ما تاجیکانی پنجشیر رو کمک میکنیم تاجیکستان افغانستان رو، اگر تاجیک را در اون دوست می‌داشت، تاجیک در روسیه مهاجر نبود، ما و شما در اروپا نبودیم. بله. ما که نه پشتون هستیم و نه ازبک و نه یگان قوم دیگر، ما تاجیک هستیم. ولی چون تاجیک‌ها همه در روسیه مهاجر در جنگل ها زندگی میکنند، قسم دیگرش در اروپا، و این میاد شعار تاجیک دوستداری و پشتیبانی از تاجیک را در افغانستان بلند میکند و کسی به این گونه آدم باور کند، این یک ساده هست یا از سیاست بوی نبرده است. و بنابراین من امیدوارم که رهبریت جبهه مقاومت این فراست و فهمیش را تا این حد دارد، ولی اونا هم چون در یک شرایطی تنگ قرار گرفتن و حالا هر کسی هم که کمکشان کند آماده هستن که با اون همکاری کنن، حتی اگر شیطان هم باشد آماده هم با دیو شیطان هم همکاری کنن. این وضعیت رو درک میکنیم. برای چی؟ برای که خودمون هم گاگو در این گونه وضعیت میافتیم. اما در دراز مدت از لحاظ استراتژی باید مردم بدونن و دوستان ما در جبهه مقاومت در افغانستان در همه گوشه دنیا که اون کشور هیچ رهبری دیکتاتور اون نتوانسته است برای رسیدن به آزادی و به کرامت انسانی و به حقوق بشر تلاش کند، مبارزه برد. وقتی چگونه شما در کشورتان میخواهید به آزادی برسید، به کرامت انسانی برسید، به انتخابات شفاف برسید و کمک میجوید از نفری که این رو در وجودش ندارد، در کشور خودش ندارد. این طبیعی است که یک اشتباهی بزرگ سیاسی است، استراتژیک است، ولی خب دیگر علاج ندارد. بنابراین ما هم یعنی برگردیم به همون موضوع سوال شما، نباید فریب این گونه شعارها و این گونه بیانیه‌های موقتی را بخوریم که گاه گاه صدا می‌دهد. نه، ما الحمدلله که پیمان ملی نهضت اسلامی تاجیکستان به این حد بلاغت فکری و سیاسی رسیدن که دیگر بین حرف‌های صمیمی، عمل‌های صمیمی و شعارها فرق داشته می‌تونه. تشکر. یک سوال دیگر دارم. این سوال آخر نشست. به نزدیکی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی یک خبری نشر شد که در تاجیکستان جناح نظامی مخالفین تأسیس می‌یابد و این رو اندری سیرینکا، کارشناسی مسائل نظامی آسیای مرکزی، در صفحه تلگرامیش نشر کرد. حالا ببینید، فرض کردیم همین جناحی، اول بپرسم که آیا این احتمال وجود دارد یا نه. چیز دیگر، اگر وجود داشتگی باشد، وقتی که همین جناح نظامی به میان آمد، پیمان ملی تاجیکستان او رو محکوم میکند یا دستگیری میکند یا که جانبداری میکند، چیکار میکند؟ ببینید، من میخوام موقع خود در این مسئله خیلی شفاف و روشن بگم، چون بعد پیدا شدن این خبرها منم چند تا مصاحبه ها داشتم و وقتی که انسان یک مصاحبه کوتاه میدهد فکر و نظرهای او گاه یا پره نمیرسد یا موردی سوء استفاده قرار میگیرد. بنابراین من میخوام در اینجا با استفاده از این سوال شما موقع خود رو خیلی شفاف و روشن بگم. اول اینکه پیمان ملی تاجیکستان و نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر حزب و حرکت‌های ما در اولویت کار خود، یعنی پریوریتت فعالیت ما، این مبارزه مصالحت آمیز هست، بدون سلاح، دور از خشونت، و این یک موقع پرینسیپلی ما هست. همین بود که تا امروز ما در داخل کشور هم دست به سلاح دوباره نزدیم و حتی وقتی که مجبور به هجرت هم شدیم و حزب را بستن تا امروز برنگشتیم به سلاح. این یک مسئله که باید که دیگر موقع پرینسیپلی ما روشن باشد. مسئله دوم این است که آیا احتمال دارد که چنین اپوزیسیون مسلح در تاجیکستان شکل بگیرد؟ بله، احتمال دارد
و روز به روز قوی‌تر شده ایستاده است. این احتمال برای آنکه حکومت جمهوری تاجیکستان تمامی کارها را کرد تا اینکه هم اپوزیسیون مصالحت آمیز ناامید شود از مبارزه مصالحت آمیز خود، هم مردم ناامید شوند و در نتیجه یک فضا با وجود آمده است که با دیکتاتورهای مثل امام رحمان با این مبارزه دیپلماتی و سیاسی و رسانه‌ای کار یا نتیجه نمیدهد یا نتیجه میده خیلی طولانی که برخی ها صبر ندارن، بله. میخوان زودتر برسن و در زندگیشون این آزادی ملت رو ببینن. بنابر همین روحیه برگشتن به سلاح مجبوری از ناعلاجی روز به روز قوی‌تر شده است. ما این رو درک میکنیم، این رو حس میکنیم از صحبت با مردم، از پیام هایی که به ما میرسند و اون چیزی که سرنگ گفت یک چیزی نو نیست. حالا من نمیدونم که با کی صحبت کرده است، معلومات از کجا گرفته است، از کجا گرفته است، این رو نمیدونم، ولی این فضا رو من حس میکنم و خبر هم دارم و این آمادگی در بین مردم از آن جمله در زینه‌های پایانی پیمان ملی تاجیکستان هم هست که مردم میگن که ما چون علاج نداریم، نه اینکه خواهش داریم که بار دیگر به سلاح برگردیم، بلکه دیگر علاج نیست. یعنی به همین خلاصه رسیدن و این طرفداران این فکر روز به روز زیاد میشه و طبیعی است که هر حزب و حرکت چقدر رهبریتش مصالحت آمیز هم نباشد، خب بالاخره در یک روندی طبیعی تحت تاثیر قرار میگیرد از یک طرف و اگر واقعا میخواد که با همین مردم باشد و با همین ملت باشد و به نتیجه برسد، نمیتواند فقط به خاطر آن که من یک مرتبه گفته بودم که هیچگاه به سلاح بر نمیگردیم تا آخر حیات همه چیز رو از دست میدیم و از همین گپ هم بر نمیگردم. نه، در سیاست چنین نیست. یک سیاستی عاقلانه، یعنی این احتمال هم وجود دارد که بله، وقتی که ببینید شما وقتی که ملت، مردم و خود حکومت به سلاح برمیگردند و شما هم علاج ندارید که دست به سلاح بزنید نزنید، این یک احمقی کامل می بود. برای مثال حالا تو همین حادثه های اوکراین و افغانستان نه ما درباره سلاح گپ می‌زدیم، نه مردم صحبت میکرد، نه کارشناسی در این باره درباره بازگشت دیو مراتبه به سلاح اصلا هیچ کس حرف نمیزد. چرا؟ برای اینکه یک موضوع خیلی جدی بود که هم از اون پرهیز میکردن. اما وقتی که هجوم به اوکراین صورت گرفت و مردم اوکراین، مردمش، حالا حکومت وزارت توی قدرتی جای خودش، مردم خودش برای دفاع از وطن، از آزادی دست به سلاح زدن و آمدن مسلح شدن و همه این رو طبیعی قبول کرده است. و حادثه افغانستان وقتی که حکومت عوض شد، حکومت جدید آمد، حکومت طالبان تمام افغانستان رو گرفت از قندهار تا بدخشان. حکومت برقرار است، آرامی نسبی آمد. یک گروه از شهروندان افغانستان، جبهه مقاومت و دیگر گروه ها آمدن گفتن نه، ما مبارزه مسلحانه میبریم. برای چی؟ برای وطنمون، برای آزادیمون، برای که با این حکومت راضی نیستیم. این تنها با همین راه میشود و آمدن دست به سلاح زدن. جبهه مقاومت پنهان نمیکند که از سلاح استفاده میبرند و هم مردم افغانستان با اون این حالا حداقل فهم درک رو دارن، میگن خب حق دارن. هم تاجیکستان، حکومت تاجیکستان، هم روسیه، هم غرب، هم امریکا، همه گفته ایستادن بله در شرایطی مثل افغانستان یک گروه مخالف میتواند و حق دارد که برای آزادی و رسیدن به کرامتش استفاده برد. برای راه دیگر وجود ندارد. در شرایط تاجیکستان هم ما تجربه مبارزه پارلمانی را داشتیم، انتخابات را داشتیم، حتی سرکوب کردن و زندانی کردن صبر کردیم، دست به سلاح نزدیم، تمام این مرحله را گذشتیم. چرا جبهه مقاومت افغانستان یک روز هم در انتخابات شرکت نکرده است؟ یعنی حالا طالبان میگن که بیا گفت و شنید کنیم، بیا صحبت کنیم، میگن نه ما شرط داریم برای گفت و شنید. با او حق داده میشود که سلاح بگیرد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، پیمان ملی، دیگر نیروهایی که در انتخابات شرکت کردند، عضو پارلمان بودند، زندانی دادن، سرکوب شدن، تمام این تجربه رو کردن و باز میگن که بیاید گفتگو کنیم.
طرف دیگر میگه که ما با شما گفتگو نمیکنیم، در شما افغانستان تروریست هستید. طالبان که در سر قدرتش گفته ایستاده است میگه که یا بیاید گفتگو کنیم. یا گفتگو کنید. در اینجا برعکس. بله، میاد در مشهد با رهبر جبهه مقاومت متکی بود، اون وزیر کار خارجه طالبان ملاقات میکند، میگه برگردید به وطن، شما عفو شدید، هیچ کس شما رو زندانی نمیکند. اینا برای گفت و شنود با طالبان شرط میگذارن، بله. شرط‌های پیشکی دارن. مردم تاجیک، ملت تاجیک اصلا با رحمان هیچ شرط نمیگذارد، میگه با ملتت گفتگو کن، اول گفتگو کن بعد شرط‌ها رو میگذاریم. زندانی‌ها رو آزاد کن. طالب زندانی‌ها رو آزاد میکند، زندانی‌ها رو رها کرد، گفت که بروید پنشیری هستی، بدخشانی هستی، قندهاری هستی، زندگی کن، سلاحت رو بگذار، تمام دیگر. ببینید وقتی که در با چنین شرایط در افغانستان به جبهه مقاومت و دیگر گروه‌ها حق داده می شود که برای رسیدن به آزادیش از سلاح استفاده کند، تاجیک چه عیب دارد؟ بله. تاجیک این طرف مرز چه عیب دارد؟ حالا با تاجیک اون طرف مرز که اجازه داده می شود، تاجیک این طرف مرز چه عیب دارد؟ چی گناه دارد که به یک نفر سلاح بدهند، به یک تاجیک اون طرف مرز، فقط به خاطر اون که ضد طالب می جنگد. اما به تاجیک این طرف اجازت ندهند که از آزادیش دفاع کند. برای چی؟ برای که این طرف گلستوک دارد، سله و جامه ندارد، این ملو نیست. خب برای من فرقش چی است که من تاجیک آزاد، برای من هر کی آزادیم رو پامال کند، چی با سله باشد چی با شیم و کاستوم و با مثلا کراوات مثل ما، فرق ندارد، باید معیار یک باشد. بعد این حادثه ها ملت این سوال رو در نزد خودش گذاشت. من هم این سوال رو در نزد خودم میگذارم، شما میگذارید، دیگران میگذارن و احساس این فکر قوی شده ایستاده است و همین است که حالا حکومت تاجیکستان هم در یک حالت بسیار دشوار قرار دارد. یعنی وقتی میگن که شما به یک اپوزیسیون مسلح همسایه کشورت کمک میکنی و او را اجازت میدی که در خاطر که خودت فعالیت کند پایگاه نظامی میدهی و به او حق میدهی که زیر حکومت کشور دیگر همسایت مبارزه برد، چرا همین رو حق را به اپوزیسیون خودت نمیدهی؟ باید به این سوال هم جواب بگوید. و حالا جواب ها گوناگونند. حکومت تاجیکستان یک جواب دارد، طالبان یک جواب دارد، جبهه مقاومت یک جواب دارد، ما هم یک جواب داریم. همه اینها رو در کنار بگذاریم. من خیلی ساده میگم، همون حقی را که اوکراینی دارد، همون حقی را که افغان دارد، تاجیک افغانستان دارد، همون حق را نه کم و نه زیاد تاجیکستان هم دارد و باید داشته باشد. بسیار خوب. فقط اینجا ببینید وقتی که در تاجیکستان کوشش برپا کردن تظاهرات شد از جانب مؤسس گروه 24 عمر علی قواتوف، روزش رو هم معین کرده بودن، یادم نرود 10 اکتبر بود سال 2014. انا یکمین شده اولین شده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که شاید در همون زمان بیشتری تکیه به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود، شاید رد کرد و محکوم کرد، گفت ما در اینجا اشتراک نمیکنیم و از این حکومت خیلی دلیر شد. من فکر میکنم جسارتی ظلم بر بالای مردم از جانب حکومت همین اشتراک نمیکنم گفتن نهضت بود، چون که اگر نهضت اشتراک میکنم میگفت میتوانست اشتراک کنه، چون که در یک انجمن نهضت یا که در یگان چورابینی های نهضت 5000 6000 نفر شرکت میکردند، مثل همین نیمه از همین چورابینی که تعدادی که اشتراک میکردند و کوچه ریزند بس بود. نهضت رد کرد، نمیبرایم گفت. حالا امشب روز جناح نظامی مخالفین تاسیس شده ایستادن، میگوید که نه ما با راهی آسایشته میرویم، ما در اونجا اشتراک نمیکنیم. شاید در همین جا هم نهضت که در سابق تجربه مبارزه مسلحانه داشت، شاید تکیه ملت به نهضت باشد، به خودی هم مخالفینی که بودن به همونها باشد. باز میگوید که رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باز میگوید که نه ما تا آخر با راهی چی میرویم؟ آسایشته میرویم. اما اینجا من شنیدم گفتید که بعضی حالت میشود میگوید که میگوید که مجبور میشیم سلاح به دست بگیریم. اما در این حالتی که فرض کردیم
به میان آمدن آنها و از یک حزبی که در سابق تجربه مسلحانه داشت از او امید داشتند و باز حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کناره‌گیری کرد. فکر نمیکنید که در این حالت باز هم به بقای حکومت امروزه بقای با مدام حکومت امروزه خود حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سبب می شود؟ ببینید، اگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در دعوتی که شهید عمرعلی قواتوف 10 اکتبر 2014 کرد در اون انقلاب یا تظاهرات شرکت میکرد، این بزرگترین اشتباهی استراتژی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. چرا؟ چون که در میدان تنها میموند، هیچ کس نمیبرامد و شما خودتون شاهد هستید، دیده استودید و حتی شنیده استودید. امروز هم من صحبت‌های رهبریت امروزه برادران گروه 24 رو تماشا کردم، دیدم خودشون با زبان خودشون میگن که در همون شب و روز وقتی که شهید عمرعلی قواتوف دعوت کرد، در داخل رهبریت گروه 24 یگانگی وجود نداشت که آیا برایم یا نه برایم. در داخل خودشون و گفتن که بعضی گفتن که من اون وقت مخالف بودم، اما چون حرف ما رو کسی نمیشنید دیگر اعلان نکردیم، اما مخالف بودم و مخالف هستم و اون اشتباه بود. وقتی که خودشون میگویند، کسانی که دعوت میکنن مردم رو که باید نبرایم و این اشتباه هست و نبرآمدند هم. این حالا چرا میگن که نهضت اسلامی تاجیکستان نبرآمدند و اگر میبرآمدند همه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نه، رهبریتش نه، حداقل 30% اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میبرآمد. بله. من به این کفالت 100% میدم. برای چی؟ برای که فضا رو در داخل حزب نهضت میدونستیم، مردم با جوش آماده ایستاده بود، مردم ناراضی بودن از اون که ما سیاست صبر رو طولانی بد کردیم، زیاد افراط کردیم در سیاست صبر ما. اما چون خودشون که نبرآمدند و معلوم بود که برآمدنی هم نیستند و میخواهند که این انقلاب را از بیرون توسط حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عملی کنند، اگر شکست خورد و ضربه خورد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میخورد و باز اینا میگن که خب ما دعوت کردیم، ما شما رو مجبور نکردیم که برایید. بله. یعنی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در یک طرحی که نه خودش شرکت کرده است و حالا بگذار خودش شرکت هم نکرده باشد، یک طرح عاقلانه و طرح پخته باشدش گپ ندارد. یک نفر مثلا با عقل‌تر از شما، با تجربه‌تر میاد یک طرح رو پیشنهاد میکند، میگه خب بله درست است من میرم. اما وقتی شما نه در طرح شرکت کرده، نه با شما مشورت کردن، شما در داخل کشور هستید، وضعیت رو بهتر میدونید و یک نفر میاد که من فلان روز رو روز انقلاب اعلان کردم، خودت وظیفت همین است که باید شرکت کنی، اگر نکردی خائن هستی، تو ترسو هستی. بعد میگم خودت چی؟ من در بیرون هستم، من اینجا میشینم، حالا وظیفه خودت شرکت کردن. و خب این بزرگترین اشتباه نهضت اسلامی تاجیکستان می بود در تاریخش که الحمدلله این کار نشد. اما این رو هم باید بگم برادران خیلی روشن بفهمن، وقتی که یک طرح، یک انتخاب روز خطا هست، معنی ندارد که خواسته غلط است یا اشتباه است. نه، در آنه که برادران به این نتیجه رسیدن که جز انقلاب یگان راه حل دیگر نیست، در این اشتباه نیست، همه این رو میدونن. این درست بود و این درست هست، چون این رو همه میدیدن. اشتباه در آن بود که در کدام وقت، در کدام شرایط شما انقلاب میکنید. انقلاب را هیچ کس روز رو اعلان نمیکند. بزرگترین اشتباه همین است. بله ما هم اتفاق نظر داشتیم، حتی من این رو هم بگم، بارها گفتم در یک صحبت خصوصی تر این رو هم بگم که یک هفته قبل از همون روز 10 اکتبر من به شهید عمرعلی قواتوف پیام فرستادم و اون آدما زنده اند. آدمانی که پیام فرستادم زنده هستند و پیام فرستادم که برادر عزیز گرامی شما مشورت کنید، تعیین روزتون غلط است. انقلاب در اون تاریخ بشریت این گونه نشده است و نمی شود. روز رو تعیین نمیکنند. روز رو تعیین نمیکنند. حادثه خودش روز رو تعیین میکند. بله. و شرایط خودش تعیین میکند. شما همین که چند نفر شده در یک جا گفتید که ما روز 10 رو انتخاب کردیم، خب این انتخاب شماست. دیگران وظیفه دار نیستن که با این انتخاب غلط شما پیروی کنند. خب ما وظیفه خود رو انجام دادیم، با آنها پیام فرستادیم، گفتیم برادر عزیز
مسئولیت رو به دوش من پرتوید، بگید که کبیری ترسید، کبیری مثلا جرأت نکرد، اما روز رو تغییر بدید، با عقب پرتوید. در پیش انتخابات پارلمانی است، در پیش شرایط دیگر است، با دیگر بزرگان داخل ملت باید مشورت کرد، اما این کار رو نکردن. بنابراین من این مسئله رو خیلی روشن میگم، ما در اونجا اشتباه نکردیم، برعکس این از یک اشتباهی بزرگ پیشگیری کردیم. دوم اینکه در اون هدف و در اون برنامه ها ما شریک هستیم، شریک بودیم و میمونیم تا امروز هم. اما سوم اینکه وقتی که پیمان ملی تاجیکستان یا نهضت یا هر گروه دیگر امروز وقتی که ما به این نتیجه رسیده ایستادیم که جز قیام مردمی و اعتراض به این حکومت و برکنار کردن این حکومت با راه مصالحت آمیز یگان راه دیگر وجود ندارد، ما وقتی که این راه رو انتخاب میکنیم دیگر نیروها رو مجبور نمیکنیم، مسئولیت نمیتیم که شما حتما بیاید در این طرح ما شرکت کنید. اگر کردید بسیار خوب، ما خیلی میnnتدار میشه. اگر نکردید شما گناهکار نیستید، شما وظیفه دار نیستید. چون این طرح پیمان ملی تاجیکستان است، طرح نهضت است. این مسئله خیلی مسئله نازک است که بعضی‌ها خودشون طرح میکشن، خودشون پلان میکشن، دیگران رو وظیفه دار میکنن که شرکت کنن. اگر که نکردید تو خواهی هستی. نه، پیمان ملی تاجیکستان وقتی که طرح دارد، این طرح برای خودش است. برای چی؟ برای که ما این طرح رو با دیگر گروه مشورت نکردیم. اما اگر وقتی که مشورت کردیم و طرح مشترک شد، در اون شرکت اونها دیگر حتمی میشه، وظیفه دار هستند. اما این نیست که ما حالا مثلا خودمون چی با راه مصالحت آمیز، چی با راه مقاومت نظامی، با هر شکلی اگر میخوایم وضعیت رو در کشور تغییر بدیم، اگر دیگران با ما کمک کردن میnnتدار میشیم، اگر نکردن با اونها تمغه خائن و ترسو اینها رو نخواهیم زد. برای چی؟ برای اینکه این طرح ما هست. بنابراین همین من میخوام این مسئله خیلی روشن باشد و دیگر سوی تفاهم و سوء استفاده از این حرفا نباشد. اما مسئله از همه آخر و مهم، ببینید وقتی که ما میگیم که ملت مجبور میشود که دست به سلاح بزند، برای چی دست به سلاح بزند؟ طرح اصلی طرح مقاومت مصالحت آمیز است. مردم باید قیام کنند با راه مصالحت آمیز، با راه دور از خشونت و سلاح. اما یک گروه از جوانان ملت باید تیار باشند، آماده باشند که از این طرح یا مبارزه مصالحت آمیز دفاع کنند. بله. این مسئله اینجا هست. بله. نه اینکه اینها بیان همین گروه خودشون از بر ضد حکومت بجنگن. نه، وظیفه این گروه جسور و شجاع جوانان ملت این نیست که با حکومت بیاد بجنگن. در مقابل حکومت انمون نیروهای بدون سلاح و مردم ایستند، با راههای مصالحت آمیز تظاهرات میکنن، قیام میکنن. چخیلی که مردم بدخشان کرده ایستاده است امروز. بله. مگر مردم بدخشان مبارزه مصالحانه برده ایستاده است؟ نه، با راههای مدنی، شهروندی و دور از خشونت مبارزه برده ایستاده است. این گروهی که ما میگیم چون ناگزیر است، مجبور هستیم، با این حکومت دیگر خیلی نمیشود، باید آماده باشن که از این مردم بدون سلاح حمایت کنند. وظیفه اینا همین است. و هر وقتی که حکومت یک بیعقلی کرد، یک نوجوان مردی کرد، تاجیکی بگیم یا با اصطلاح حقوقی بگیم عملهای دست به عملهای غیر قانونی زد، یعنی استفاده از سلاح بر ضد مردم یک عمل غیر قانونی است. وظیفه این گروه همین میشود که بیاد از مردم دفاع کند، از با راه مصالحانه از مردم غیر مصالح باید که دفاع کند، چون دیگر راه وجود ندارد. و اگر حکومت که علیه اینها جنگه، دیگر وارد مرحله جنگ میشود. دیگر این مبارزه مصالحانه این جای بیت برگ نیست که شما شعر و ترانه بخوانید، دیگر طرف میکشد، شما مجبور هستید. مسئله باید روشن باشد، واضح باشد، با عقلانه باشد و به هیچ کس هم اجازه ندیم که از این صحبت‌های ما سوء استفاده برند و بگن که ما میدونستیم که شما هم تروریست‌ها هستید، اکنون چهره خود رو آشکار کردید، یک عمر صبر گفتید، یک عمر مبارزه مصالحت آمیز گفتید، امروز گفتید که ما مجبوریم که با سلاح برگردیم. بله، شما مجبور کردید ما رو که با سلاح مردم دست به سلاح بزنند، برگردد. اما باز هم این سلاح برای دفاع از مبارزه مصالحت آمیز هست و امیدواریم که ضرورت برای استفاده اون هیچ وقت نخواهد شد. اگر مردم شجاع دلیری که امروز گفته ایستادن که
با ما اجازت بدهید که ما مجبور هستیم که دست به سلاح بزنیم و خود را آماده کنیم، ما میگیم بله دیگر مثل پیشینه ما پیش روی کسی را نمیگیریم، چون خودمون به این نتیجه رسیدیم که دیگر امکان ندارد با این حکومتی که همیشه از زور و از زوراوری و تقلب استفاده میبرد. اما بدانید که وظیفه شما این است که از مردم مبارز غیر مسلح دفاع کردن در این مرحله. حالا اگر مرحله بعدی که پیش آمد دیگر باز خود روند حادثه نشان خواهد. من باوری دارم که اگر این گونه جناح نظامی مخالفین اگر در تاجیکستان به میان آمدنی باشند، حتما با مخالفین، با فعالان، با دیگر چیها، اگر شخصان آگاه و واقعا ورزیده در بینشون باشد حتما مشورت میکنند. مشورت ها شروع شدن، ما دقیقاً همین حرفا را گفته ایستادیم. علاقه شروع شده هستند. یعنی ببینید وقتی یک گروهی منطقی به صحنه می آید و میگوید که ما دیگر راه نداریم که علاقه شروع شده است، ما موقعمون رو دقیقاً همین چیزی که الان با شما گفتم با اونها هم گفته ایستادیم. ما نمیخوایم در پس پرده با یک کس یک صحبت کنیم، با بیایم با رسانه صحبت کنیم. وقتی این گونه حرفا گذشت، من دقیقاً همین رو گفتم شما میخواید مبارزه برید، شما ناامید شدید که مبارزه سیاسی ما طولانی شد و نتیجه نمیداد. گفتم بله خیلی خوب، ما شما رو درک میکنیم، اما ما تا همون وقت از شما پشتیبانی میکنیم، همراه خواهیم بود که شما این سلاحتون رو زیر مردم و ملت استفاده نکنید و هدف شما دفاع از مبارزه مصالحت آمیز باشد. بله. مردم خودش علاقه آماده شده ایستاده است. یعنی رهبریت پیمان ملی تاجیکستان میدونند که آنها کی هستند. ما رهبریت آنها شخصیت های اساسیش رو نمیدونیم، اما پیام ها که میرسد صحبت میکنیم. خب طبیعی است که من خودم مستقیما صحبت نمیکنم، ولی این صحبت هست بعدا اونها یکون جنایتکار نیستند که ما با اونها صحبت نکنیم. بله. اونها فرزندان این ملت هستند، در داخل دوشنبه هستند، یعنی در داخل سیستم و نظام و در داخل وطن هستند. ما منظورم با کسانی صحبت میکنیم نیست که در خارج باشن، نه، در داخل وطن هستند، در اطراف هستند، فرزندان این ملت هستند و اونا هم هنوز به معنی نیست که آمدن علیه مسلح شدن، نه، این امکانیت رو دارن و در این فکر هستن و میخوان نظر دیگران رو بگیرن و نظر ما خیلی آشکار و شفاف است که با این شعارهای تند و رادیکالی اکستریمیستی دور نخواهند رفت و حکومت هم خیلی زود تلاش خواهد کرد که از روز اول اینها رو تروریست معرفی کند، اینها را کوشش میکند که بیشتر جنبه دینیشون رو قوی‌تر نشان بدهد، برای آنکه هر چقدر که اونها شعارهای دینی رو بیشتر پرتافتن همون قدر متهم کردن آنها با تروریسم آسان‌تر میشود، همون قدر بیشتر اونها رو در انزوا خواهند گرفت. یعنی یک گروهی آزادی خواه نیستند و اینها یک بله، مثلا میگن که ادامه همون داعش و طالبان و القاعده هستند. بله. و دیگر در اون صورت نه غرب، نه شرق، نه اروپا، نه روسیه، نه چین با اینا، نه ایران و ترکیه همکاری نخواهند کرد. بله. اما وقتی یک نیروی مسلح می آید، منطقی هست، دور از این شعارهای رادیکالی و مذهبی و هدفش هم مشخص است، آزاد کردن ملت از این ظلم و کمک و پشتیبانی و دفاع از مبارزه مصالحت آمیز مردم تاجیک. خب این رو دیگر متهم کردن با تروریسم، اکستریمیسم و با اینها خیلی دشوار است. ما با اونها گفتیم که اگر هدف شما هم برنامه شما هم همین است، نه تنها ما، ملت هم با شما همراه می شود، کشورهای دیگر هم شما رو درک میکنن، شرق و غرب هم با شما خواهد بود، اما شما باید بگید که نه، ما مسلمانه، ما تنها با شعار اسلامی، تنها با هدف اسلامی باشد، تو مسلمان هستی، ما هم مسلمان هستیم، اما شرط نیست که حالا دیگر تمام دنیا را بیاره به اون سمتی که یک بار تجربه شد. دنیا از داعش پشتیبانی نکرد، دنیا از القاعده نکرد، امروز طالبان هم اگرچه حکومت دارن در محاصره قرار دادن، مجبور شده ایستادن که تغییر کنن. خب چه ضرورت داره که ما تاجیکان فقط به خاطر اون که ما مسلمان هستیم و کشور ما کشور اسلامی است همون اشتباهی را کنیم که دیگرها کردن؟ خب یک کمتر عاقلانه تر، یک کمتر منطقی تر باید رفتار کرد و اگر هدف ما واقعا هم آزادی و کرامت است، باید که راهی را برویم که ما رو به نتیجه برساند، نه راهی را طی کنیم که دنبال شعارها و خواستهای خودمون بریم اما در آخر شکست بخوریم. درست. تشکر زیاد. تماشاگران عزیز، اینجا با استاد وحیدین کبیری که طول این ساعت ها
با ما بودند ساعتها گفتم چون که از 1 ساعت گذشت خیلی طولانی صحبت کردیم و امیدواریم که به همه سوالهای خود من خیلی قانع شدم به جوابها و امیدوارم که شما هم قانع خواهید شد و تماشاگران عزیز من بعد همین طور این گونه صحبت های ما ادامه میکند با شخصان سیاستمدار، شخصانی که برای بهبودی تاجیکستان کوشش میکنن، غیرت میکنن و فعالیت برده ایستادند. ما با آنها حتما این گونه صحبت ها می آراییم و پیشکش شما میگردانیم ما رو پیگیری کنید. سلامت و سربلند و پیروز باشید. خوش آمدید. خدا نگهبانتون. سلامت باشید. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه